بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. شما با من هم چیزی که میخونم تکرار بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر النفاثات في العقد و من شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سلام عرض میکنم خدمت همه شما خوبان عزیزان مهربانان. الله رو شاکریم از اینکه یک بار دیگر توفیق نصیب شد تا به همراه شما عزیزان گرد هم بیایم در یکی دیگر از برنامه‌های سفره دل برای فهم بیشتر و بهتر دینمون، اعتقادمون، باورمون، به امید آنکه آنچه که گفته میشه مفید واقع بشه و اون رو در زندگی خودمان جاری بکنیم تا از آنچه که ما رو تهدید میکنه در دنیا و در آخرت در امان باشیم. اگر برنامه خودتون رو همراهی کرده باشید، چند برنامه است در موضوعات مختلف با شما عزیزان صحبت میکنیم. برنامه درخواست شما عزیزان درباره سحر و ساحری و جادو و جن و همچنان این مسیر داره ادامه پیدا میکنه. به همراه کارشناس محترم برنامه جناب حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان هستیم. در این برنامه هم در امتداد مجموعه برنامه‌های گذشته و باز همین افتخار رو دادن تا در برنامه سفره دل میزبان ایشون باشیم و از فرمایشات گوهربارشون استفاده بکنیم. ابتدا بنده قبل از اینکه خلاصه از موضوع رو عرض بکنم از طرف خودم و به نمایندگی از شما عزیزان خدمت حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان عرض سلام دارم و ادب و احترام با حضورشون رو خیر مقدم عرض میکنم. خوش آمدید جناب. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بنده هم خدمت شما جناب استاد سلیمانی و تمامی بینندگان عزیز و ارجمند عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و امیدوار هستم که هر کجای این گیتی پهناور هستید در پناه و حفاظت الله متعال باشید و انشاءالله دنیا و آخرتتون رو با سرفرازی و سربلندی انشاءالله الله متعال نصیب همه من شما بگرداند. آمین. در برنامه‌های گذشته به همراه شما عزیزان حضرت مولانا در موضوع سحر رو آغاز کردن و توضیحی دادن درباره سحر که این سحر همکاری بین یک انسان و یک شیطان یا همون جن هست و این سحر به هر حال کاری که انجام میده کارهای مختلفی انجام میشه در این ارتباط دو طرفه و بدبستون به قول ساده تر و به هر حال اتفاقاتی میفته و یک شخصی مورد هجوم قرار میگیره، یک فردی مورد هدف قرار میگیره و چه بسا که حتی به کشته شدن اون هم بیانجام این کار و اقسام مختلفش رو بیان کردن. برای محبت استفاده میشه، برای دشمنی استفاده میشه، برای کینه و بغض استفاده میشه، برای به هر حال که کارهای مختلفی که ادعا میشه استفاده میشه و گفتیم که ساحر وقتی همکاری شیطان و همکاری جن با اون صورت میگیره که این ساحر به اون خواسته های شیطان تن بده من جمله اهانت با آیات قرآن کریم و گستاخی های بیش از حد و ناپاک بودن و نجس بودن همیشه بدن و غسل نکردن و استغاثه به جن و ضرب و شتم و امثال این کارهایی که انسان حتی وقتی که میشنوه تنش میلرزه به حدی میرسه در کفر و در شرک که شیطان راضی میشه که با اون همکاری های جزئی داشته باشه و هرگز این ادعا که کسی بیاد و بگه من جنی رو تسخیر کردم و جنهایی در کنار من هستن، این ادعا صحت نداره. به تفصیل در این باب صحبت کردیم و گفتیم یکی از علائم جادوگران و ساحران این هست که همچین ادعایی دارن و وقتی جن حاضر به همکاری میشه با انسان که اعتقاد و دین و باور خودش رو کلا از دست داده باشه. درباره صفات ساحران همچنین صحبت کردیم که یکی از صفات ساحران این هست که اونها همچین ادعاهایی میکنن. صفات دیگرشون این هست که اونها
اسم مادر و اسمهای عجیب غریبی رو از دور بری ها میپرسند. احیانا از طرف میخوان که مویی یا یک ناخونی یا کله مرغی، کله حیوانی یا خونی بریزه. امثال این درخواست ها هم جمله صفات ساحرین هست، هرچند که برخی از کسانی که در این میدان داخل شدن ساحر نیستن به معنایی که یعنی اینقدر به این حد از کفر و شرک و خباثت درونی و ظاهری رسیده باشن، اما به خاطر دست یافتن به منافع دنیوی و اینکه چندرغازی در بیارن و بازاری گرم بکنن، کارهایی رو شروع کردن که حالا اون رو انشالله در برنامه بعد اگر عمری باقی بود با شما عزیزان بیشتر صحبت خواهیم کرد درباره کسانی که دعانویسی دارن، تعویض نویسی دارن و اقسامش و کارهایش و حالا اونها رو تقسیم بندیاش. سوالای شما هم در این باب زیاد هست که انشالله بهش خواهیم پرداخت در برنامه بعد. درباره موضوع سحر همچنین با شما عزیزان صحبت کردیم و گفتیم که خود سحر کفر است و تایید سحر کفر است و کسی که پیش ساحر بره و اون رو تایید بکنه و اعتقاد داشته باشه که میتونه کاری برای من بکنه، این هم کافر میشه. و حتی اگر پیشش بره و این اعتقاد رو نسبت به اون نداشته باشه و بره پیش اون و از اون بخواد کاری براش انجام بده، این انسان با اینکه اعتقاد هم نداشته باشه تا 40 شبانه روز بنا بر روایت‌های صحیح رسول صلی الله علیه و سلم هیچ عبادتی، نماز اون در حدیث اومده که نماز اون از اون پذیرفته نخواهد شد. درآمدی که از این راه کسب میشه حرام است بدون شک و در این راه فرقی نمیکنه که کسی که سحری انجام میده در راه مثبت استفاده کنه، در راه منفی استفاده کنه، به خاطر جمع کردن دو نفر با هم باشه، عاشق کردن این به اون باشه یا برای جدا کردن تفرقه باشه. همه انواع سحر کفر است و گفتیم که سحر رو با سحر هم نمیشه درمان کرد. درمان سحر با سحر وقتی جواب خواهد داد که سحری که استفاده میشه برای باطل کردن سحر اول قوی تر از اون سحر باشه، یعنی یک ساحری کافرتر از اولی باید باشه تا زورش بچربه به این، و این هم درمان سحر با سحر هم کفر هست. و اگر خدای نکرده عزیزی تا به حال به اینها مراجعه میکرده، توبه بکنه، برگرده، استغفار بکنه از الله تعالی از این کارش، اگر رفته و پشیمان همون استغفار و توبه و انشاءالله الله تعالی گناهش رو خواهد بخشید، دیگه استمرار نده و پولی که خرج میشه در این راه حرامه، پولی که به دست میاد حرامه، وقتی که گذاشته میشه حرامه، هیچ جنبه، هیچ مجالی برای مراجعه به سحر و ساحران و جادوگران وجود نداره. به تفصیل در این باب با شما عزیزان صحبت کردیم. درباره درمان سحر گفتیم که سحر و ساحری درمانش تنها راه درمانش مراجعه به الله متعال، دعا کردن از الله متعال، استغاثه و درخواست خالصانه از الله متعال هست و استفاده از آیات کلام الله مجید. نمونه های رو چرا مولانا اشاره کردن. نمونه سحری که سبب میشه که یک فرد نسبت به همسر خودش تمایل و غریزه جنسی نداشته باشه. در حالت عادی البته این رو هم توضیح دادیم که نباید هر کسی به مجرد اینکه یک مشکلی در بدنش ایجاد شد، در رفتارش، در برخوردش با اطرافیان فکر بکنه که سحر شده، جادو شده. نه، وقتی که یک حالت عادی داره، یک رفتاری، یک حرکتی، یک غریزه‌ای، حالت فطری و عادی خودش رو داره، اما وقتی مثلا من بحث سحر جنسی که صحبت کردیم، مردی خانمی تمام اون تمایل جنسی رو در وجود خودش میبینه، اون غرایز شهوانی رو در وجود خودش میبینه، اما وقتی که پیش همسر خودش میاد و نزدیکی میخواد بکنه احساس میکنه که دیگه هیچ تمایلی نداره. در هر دو طرف این اتفاق میفته. میتونه این یکی از نشانه های سحر باشه. راه درمانش رو هم به خدمت شما عزیزان گفتیم. من جمله یکی از راههای درمان این بود که 7 برگ سدر رو میکوبید و روی اون آیت الکرسی خونده میشه، آیه 255 سوره مبارکه بقره و معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس خونده میشه و دم میشه روش و اینطوری فوت میشه و این در مقداری آب ریخته میشه. روی آب هم همین آیات خونده میشه. آیات رو اگر یادداشت نکنید یادداشت بکنید. 3 سوره آخر قرآن قل الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس و آیه 255 سوره مبارکه بقره هست، آیت الکرسی، به اضافه آیات 117 تا 122 سوره مبارکه اعراف و آیه 81 و 82 سوره مبارکه یونس و آیه 69 سوره مبارکه طه که در موضوع سحر هست و ابطال سحر هست. این آیات رو یک بار دیگه ذکر میکنم. 3 سوره آخر قرآن، 255 بقره، 117 تا 122 سوره مبارکه اعراف، 81 و 82 سوره مبارکه یونس و 69 سوره مبارکه طه رو میخونید. برای این آب دم میکنید. بعد از اینکه این آب رو دم کردید هم روی آتش نمیگذارید و حرارت بهش نمیدید و غسل میکنید با این آب و این تکرار بشه این کار. به حدی بعضی از عزیزان سوال پرسیده بودن که ما برای این موارد انجام دادیم ولی خب به نتیجه نرسیدیم. با یک بار اگه به نتیجه نرسید امتداد بدید، استمرار بدید، این کار انقدر تکرار بکنید تا ان شاء الله به نتیجه برسید. و
در مورد دیگر هم انشاءالله اگر نیازی باشه باز بیشتر به همراه شما عزیزان توضیح خواهیم داد. این مختصری بود از آن چیزی که ما در 2 برنامه گذشته خدمت شما عزیزان صحبت کردیم در موضوعات مختلف. اما موضوع دیگری که در همین مجال و تو همین دنیا بالاخره تو این دنیای سحر و ساحری و جادوگری بعضی وقتها خیلی ازش سوء استفاده میشه، موضوع چشم زخم هست. موضوع چشم زخم یا تعبیر عربی به العین از چشم گرفته میشه. امروز انشاءالله در بخش اول برنامه در این موضوع با شما عزیزان صحبت خواهیم کرد درباره چشم زخم و در بخش دوم هم انشاءالله اگر عمری باقی باشه درباره فالگیری، فالبینی، طالبینی، کفبینی، حالا هر چی کس میشه میخواید بگذارید تو این موضوع هم انشاءالله با شما عزیزان صحبتی خواهیم داشت. انشاءالله که تا آخر برنامه خودتون رو یاری بکنید. سوال هایی که در این موضوع دارید رو میتونید به همراه پیامک برنامه از طریق SMS برای ما ارسال بکنید در خلال برنامه و همچنین در بعد از برنامه در طول هفته هم انشاءالله تا برنامه بعدی حتما تمام پیامک‌های شما به دست ما خواهد رسید و بدون پاسخ نخواهد موند. هرچند که شاید یکی نخونیم و ذکر نکنیم، اشاره نکنیم، محتوا رو و اون سوال‌هایی که شما دارید سعی می‌کنیم ان شاءالله حتما اگر بی پاسخ مونده باشه تا حالا حتما به پاسخ همه بپردازیم. مقدمه من طولانی شد جناب مولانا، ببخشید من مختصری از آنچه که مطرح شد. و در این برنامه جناب مولانا بحث چشم زخم رو اگر شما مقدمی در این بحث داشته باشید و اینکه ما وقتی که از چشم زخم صحبت میکنیم اصلا منظور ما از چشم زخم چی هست و خود این چشم زخم اصلا چه کار میکنه، چه ربطی به چشم داره، چه ارتباطی بین چشم هست و این موضوع. بسم الله الرحمن الرحیم. شما واقعا یک گزیده و مختصری از برنامه‌های گذشته و بسیار جالب و پرمحتوا بود این مطالبی که شما فرمودید و جامع بودن الحمدلله. تمام مباحثی رو که مورد نیاز بود و احیانا بینندگان عزیزی که تازه به این برنامه‌ها پیوستند یک تصور کافی رو انشاءالله در ذهن و خاطرشون باشه در این موارد. گرچه مباحث خیلی زیاد هست در این مورد و اگر قرار باشه که به تمام جزئیات در این زمینه بپردازیم باید چندین ماه دیگه بپردازیم به این موضوع. دل باشید حالا و نمیدونم جناب دکتر عمرا که هم صاحب این برنامه هستن متاسفانه حضور ندارن. به هر صورت این مطالب بسیار زیاد هست، منتها اون چیزی رو که نیاز هست که همگان بدانند و معلومات عمومی هست و کاربردی در این زمینه هست انشالله ما سعی میکنیم و سعی کردیم در جلسات گذشته و در این جلسه در جلسات بعدی انشالله یک چیزی رو به بینندگان عزیز منتقل بکنیم که راهگشا باشه برای تمامی بینندگان عزیز و ارجمند ما. درباره چشم زخم این یک واقعیتی هست که وجود داره و یک معضلی هست در جامعه ما، هم از نظر اجتماعی و هم از نظر اعتقادی و فکری احیانا تبدیل به یک معضل شده که احیانا آمیخته با خرافات و بدعات و با افسانه ها و با شرکیات شده. از این رو ضرورت دارد که این مورد را واقعیت هایش را بیان بکنیم و حدود و مرزهایش را مشخص بکنیم و راهکارهایی که برای حفاظت و جلوگیری هست یا برای درمان هست اینها را به صورتی که بینندگان عزیز یک تصور کافی و المامی رو داشته باشند بر این موضوع انشاءالله در این برنامه خدمت بینندگان عرض خواهیم کرد. در مورد تعریف چشم زخم که اساساً این چشم زخم چی هست یا تعبیرات متفاوتی میشه، چشم زخم یا چشم زدن یا نظر در برخی از موارد یا این که همشون یک موردی هست. یعنی به صورت کلی یعنی چون که تمام اینها در مرحله اول برمیگرده به چشم هست، برمیگرده به چشم نگاه انسان هست. به این خاطر در تعریف چشم زخم این نکته رو باید در نظر داشت که چشم زخم یا نظر یا عین یا چشم زدن در واقع یک نگاهی هست اعجاب برانگیز همراه با در اغلب موارد همراه با حسد که برگرفته از یک نوع خبث باطنی هست و این نظر در واقع موجب ضرر اون فردی می شود که مورد تعرض قرار گرفته یا به تعبیر چشم خورده باشد. یعنی ضرری هست که از طرف یک شخص با دیدش و نگاهش در منشأ این
ضرر میشه که به شخص مقابل میرسه. بله، به طرف مقابل این میرسن. و جالب اینجاست که علامه ابن حجر رحمت الله علیه در کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری در این موارد در باب و کتاب طب صحیح بخاری وقتی که بحث میکنند، این برخی از تجربیاتی رو که افرادی که داشتن در اون زمان از اون زمان برای ما نقل کرده که یکی از کسانی که معروف بوده به چشم زدن و خیلی به طور به زبان عامیانه چشمش خیلی سور بوده و یا شور بوده که هر دو تا استفاده میکنن، از اون نقل میکند که من هر وقتی که احساس میکنم یا میخواهم یا خودم یعنی ناخواسته یکی رو چشم میزنم، احساس میکنم که یک بخاری گرمایی از چشم من خارج میشه. و این یک شاید امروز هم کسانی که چشم زخم در واقع بزنند این احساس رو داشته باشند. به هر صورت این یک نیرویی هست، این تقریبا یا با نگاه زده میشه یا مانند فرض بکنیم شبیه به اشعه لیزر باشه. به هر صورت یک قوه نامرئی هست، یک نیروی نامرئی هست، یک نگاهی هست که معمولا توأم با یک نوع اعجاب و شگفتی هست، اعجاب برانگیز یا تحسین برانگیز هست که سرمنشش در واقع یک نوع حسد و کدورت هست که از یک نوع خبث باطنی در واقع سرچشمه میگیره. این واقعا هم تاثیر داره و اصلش و نقطه اصلیش که من عرض کردم همون یک نوع اعجابی هست همراه با حسدی که به طرف مقابل انسان دارد. و برای نظر کردن جالب هست که لازم نیست که فرد رو ببیند یا روبرویش قرار بگیرد. چندین صورت وجود داره، یا این که حتی از دور ببیند روبرویش قرار بگیرد، یا اصلا این که حتی از راه دور اونو مثلا مشاهده بکند یا ببیند که دیدش نباشه، اصلا در معرض دیدش نباشه. احیانا اصلا ولو این که در عمر خودش یک بار هم ندیده باشه، احیانا با وصف یعنی نظر میکنن. مثلا شما یک صفاتش اشاره میکنید که فلانی نمیدونم آدم اینقدر زیبایی هست، قد قوارش اینطوری هست و توانمندی هست و نمیدونم اعضای بدنش رو نمیدونم بازوهاش چنین و چنان هستند. با همین وصفی که شما برای یک فرد تعریف میکنید از همین وصف اونو در واقع چشم میکنند. و جالب اینجا هست که حتی در مواردی ثابت شده که حتی افراد کور هم چشم میزنن. حتی افراد کور هم چشم میزنن و علتش هم این است که این به خاطر یک نیروی درونی هست، یعنی بستگی به نگاه ظاهری ندارد. این در واقع یک نوع از نفس میخیزد و یک تأثیر روحانی هست در واقع که به طرف مقابل منتقل میشود. پس بنابراین در مورد چشم زدن امکان داره که از راه دور انسان رو چشم بزنن، امکان دارد که روبرو با در روی هم قرار بگیرن چشم بزنن، امکان دارد که فقط اوصافش رو فرد شنیده باشه و این در ذهن خودش اونو چشم زده باشه و این تأثیر منتقل میشود. یا حتی افرادی که کور هستند وقتی براشون تعریف کنی که چنین و چنان هست، این در واقع چشم زخم منتقل بشه. اینها در واقع یک کلیاتی هست در مورد خود مسئله چشم زخم که اینها برای شناخت حکم شرعیش و برای شناخت راهکارهایش کاملا مفید خواهد بود که این تصور رو، این تعریف رو در ذهن ما باشه. جناب مولانا، آنچه که شما اشاره فرمودید، خب بعضی وقتها مشاهده میشه که عده‌ای میگن اصلا همچین چیزی وجود نداره، اینا همش خرافاته و هیچ ثبوتی نداره و اینها از آبا اجداد ما همینجوری چیزایی گفتن که آقا فلانی چشش شوره و چشش میش میزنن. و حالا برای من جالب بود که شما بفهمید حتی کسی که نابینا هست هم همچین اتفاقی رو میتونه مسبب بشه. در قرآن کریم اگر مراجعه بکنیم در این موضوع، آیاتی رو ما میبینیم که در این باب صحبتی داشته باشه در موضوع چشم زخم؟ در مورد چشم زخم من هر مسلمانی باید ابتدا به آیات قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم مراجعه بکنه. اون چیزی که واقعیت داره، حقیقت هست و الله و رسول بیانش کردن، اون انسان باید بپذیرد و اضافه بر آن اون چیزی که مشاهد هست، امروزه ما داریم تجربهش میکنیم، با چشم خودمون دیدیم، نه یک مورد نه دو مورد بلکه ده ها و صدها و هزاران مورد اتفاق افتاده به صورتی که تبدیل به یک یقین و باور قطعی شده. اما گذشته از این و فراتر از این همه این موارد، اون چیزی که برای ما دلیل و مدرک هست آیات قرآن هستند و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند، زیرا که این موارد کلام وحی الهی هستند و از خود آفریدگار ما، از اون کسی که چشم را و خاصیت‌های چشم را آفریده، در واقع این کلام از الله متعال هست و بنابراین در این زمینه کاملا معتبر هست. الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر.
جوابه. و اون چیزی که در قرآن کریم وجود داره آیاتی هستند که در این زمینه اشاره رو کردند و مفسرین اهل سنت و جماعت و همچنین دیگران اینها رو تعبیر کردند به همین چشم زخم و چشم زدن. این که یک واقعیتی هست قرآنی که قرآن اون رو تایید کرده و در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم به صورت گسترده این مطلب مطرح شده. و من جمله یکی از آیاتی که در این زمینه استفاده می شود و مفسرین مانند علامه ابن کثیر رحمت الله علیه در ذیل این آیه اشاره به مسئله چشم زخم کرده درباره سوره یوسف هست و داستان حضرت یعقوب علیه السلام زمانی که فرزندانش رو فرستاد که بروند به مصر و آذوقه‌ای رو تهیه بکنند و بیاورند. ایشون وقتی که خداحافظی میکرده با بچه خودشون و این جمله رو گفتند که یا وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه. فرزندان من از یک دروازه وارد شهر نشید، خودتون رو متفرق بکنید، از چندین دروازه وارد بشید. همه یک دفعه از یک جا، یعنی نروید همه سوار یک ماشین نشید، تعبیری که امروزی میکنن، همه از یک در وارد نشید که مردم همه شما رو ببینند، یه وقتی دیگه این منظره شما اعجاب برانگیز باشه یا از روی حسد باشه شما رو در واقع حسد بکنند یا چشم بزنند. و جالب این است که این عمل رو هم انجام دادند. در تفسیر این آیه گفتند که حضرت یعقوب علیه السلام از این میترسید که اونها رو چشم بزنند و واقعا جای چشم زدن داشت. 11 تا برادر یوسف بودن. بوی از اون زیبایی برده بودن. قطعا این گونه هست، گرچه یوسف زیباترینشون بود و جمال و کمالشون در بالاترین مرحله بود، خب یعنی بیم میرفت که اونها رو چشم بزنند. به این خاطر حضرت یعقوب علیه السلام یک تدبیری رو که فکر میکرد که جلوی چشم رو بگیرد و به یک صورتی مردم کمتر متوجه فرزندانش بشن، اینو به اونها در واقع معرفی کرده بود. و خودش هم در ادامه آیه میفرماد و ما اغنی عنکم من الله شیء، من نمیتونم از جانب الله متعال چیزی رو برای شما ضمانت بکنم. اگر قرار باشه که شما بمیرید چشم زخم بخورید که در واقع میخورید، اما به عنوان یک تدبیر هست شما از یک دروازه وارد نشید تا اینکه موقعیتش فراهم نشود و دیگران شما رو در این حالت اجتماع در واقع نبینند. و در آخر آیه میفرماد که علیه توکلت و علیه فلیتوکل المتوکلون. این واقعا راه حفاظت از چشم است که اساسا انسان مسلمان میگه من بر الله توکل کردم و تمام متوکلین هم باید اعتمادشون توکلشون بر الله متعال باشه. پس بنابراین این یکی از آیاتی هست که در تفسیر ابن کثیر و بقیه تفاسیر به اون اشاره شده که موردی که حضرت یعقوب علیه السلام از آن بیم داشت این بود که فرزندانش چشم نخورند و بدین خاطر اونها رو توصیه کرده بود که از یک دروازه وارد نشید تا اینکه این موقعیت فراهم نشه کسی اونها رو چشم بزنه. یعنی دلیل دیگه نمیتونیم تصور بکنیم که خب چرا 11 تا برادر با هم نباشن. اگر ترس هجوم دشمن باشه که اتفاقا 11 تا برادر با اون هیکل با اون قدرت ماشاءالله وقتی که با هم باشن که خب زورشون بیشتر میشه دیگه. میشه که فقط تنها دغدغه‌ای که میتونه از طرف حضرت یعقوب بوده باشه همین مسئله است. قطعا این گونه هست. و مورد دیگری که در قرآن اشاره شده آیه 51 سوره قلم هست که این آیه خیلی مشهور هست، در و دیوار خیلی اینو نوشتند و قاب کردند، تو خونه اینو نصب کردند. و این یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر و یقولون انه لمجنون، که نزدیک هست که کافران تو رو با چشم خودشون منحرف میکنند. گرچه تفاسیر مختلفی شده، منتها یکی از تفاسیری که در این زمینه وجود داره این است که کافران تو رو چشم بزنند تا اینکه از این راهت، از این دعوتت و از این موفقیتی که داری در واقع تو رو منحرف بکنند و باز بدارند. پس بنابراین در آیات قرآن این به صورت شفاف اومده و دلالت صریح دارد بر این که یک نیروی به عنوان نیروی چشم وجود دارد که احیانا امکان دارد که یک فرد دیگری رو مورد اذیت و آزار قرار بدهد. پس دو آیه رو شما اشاره فرمودید، یکی که سوره یوسف صحبت یعقوب به برادرانش و به فرزندانش 67 و 68 و اون که در جمع ما بیشتر به اسم و یکاد مشهور. و این آیه و این چیزی که اصلا کنم میگم و یکاد، حتی مثلا آیات و یکاد که در آخر سوره مبارکه قلم داریم دلیل اثبات بحث چشم زخم برخی از مفسرین برداشت کردن از این که یعنی وقتی میخوان تو رو با چشمشون از راه بردارن، به معنی گفت یعنی که شما رو در واقع چشم بزنن.
این مواردی هست که در قرآن به اون اشاره شده. در حدیث رسول صلی الله علیه و سلم، در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم اون گونه که ما معیار همیشگی ما هست و ندا و دعوت همیشگی ما هست برای تمام اهل سنت و الجماعت این است که تمرکزشون بر روی احادیث صحیح و صریح رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه و بدین خاطر در تمامی برنامه‌ها الحمدلله در این شبکه و همچنین شبکه‌های دیگر اهل سنت و الجماعت این رویکرد را به صورت گسترده بینندگان عزیز مشاهده می‌کنند و باش آشنا هستند که ما روایاتی رو که صحیح هست علمای ما صحت اونها رو تضمین کردند، بیان کردند، این مسائل رو و این احادیث صحیح رو مستند قرار میدیم و اگر بالفرض روایتی اشکال داشته باشد و ضعف داشته باشد نشان میدهیم که این روایات در واقع روایات ضعیفی هستند و مورد استناد نمیتونند قرار بگیرند. در مورد چشم زخم روایات متعددی وجود دارد. 10 روایت از رسول الله صلی الله علیه و سلم در این زمینه نقل شده که بسیاری از این روایات نه تنها اینکه صحیح هستند بلکه متفق علیه هستند، یعنی در بالاترین درجه صحت هم قرار دارند. به طور مثال روایتی هست از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه که می‌فرماید رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که العین حق، عین چشم زدن حق و حقیقت هست، واقعیت دارد. این مطلب رو امام بخاری در کتاب الطب و همچنین امام مسلم در باب طب که طب نبوی هست در واقع اینا در کتاب خودشون آوردند و ذکر کردند. درجه صحتش هم شک نیست، هیچ گونه شکی نیست. یعنی این که هم بخاری اینو ذکر کرده و هم مسلم اینو ذکر کرده، نه تنها اینکه صحیح هست بلکه متفق علیه و در بالاترین درجه صحت قرار داره. این تمام نقادان حدیث بالاتفاق بر این باور هستند که این روایات نه تنها صحیح هستند بلکه بالاترین درجه صحت رو هم دارند. روایت دیگری هست با همین محتوا و عنوان از حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها که ایشون بازم نقل میکنند از رسول الله صلی الله علیه و سلم که ایشون فرمودند که استعیذوا بالله من العین، استعیذوا بالله من العین، از چشم زخم به الله متعال پناه ببرید. و ادامه این روایت همون مطلبی هست که حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه بیان کرده فان العین حق، از چشم زخم به الله متعال پناه ببرید، زیرا که چشم زخم و این اذیتی و آزاری که از چشم دیگران به شما میرسد این حق و حقیقتی هست. این روایت در سنن ابن ماجه هست و علامه البانی رحمت الله علیه هم این حدیث رو گفتند که جزء روایات صحیح هست. پس بنابراین هم روایت اول که متفق علیه بود بالاترین درجه صحت رو داشت از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه و هم این روایت که از حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها است و که به تصریح علمای اهل سنت و الجماعت صحیح است. و اضافه بر این روایات دیگری هم وجود دارد. به طور مثال از حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه روایتی هست که همین مطلب رو که رسول الله فرمودند ابو هریره و عایشه نقل کردند، ایشون هم میفرمایند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند العین حق، عین حقیقت هست، چشم زدن حقیقت و واقعیتی است. منتها یک توضیح بیشتری رو دارد حدیث حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه که ایشون میفرماید ولو کان شیء سابق القدر لسبقته العین، ولو کان شیء سابق القدر لسبقته العین، اگر قراری بود یک چیزی با تقدیر در واقع رقابت بکند، هم پای تقدیر باشد، این چشم بود، چشم زخم است. یعنی به اندازه‌ای هست که در حد تقدیر هست. بالفرض اگر یک چیزی یک موردی قرار بود تقدیر رو تغییر بدهد، تحت شعاع قرار بدهد، اون چیزی نیست به جز همین مسئله چشم زدن و چشم زخم. و در ادامه این روایت رسول الله صلی الله علیه و سلم یک توصیه رو کرده و اذا استغسلتم فاغسلوا، و اگر از شما خواسته شد که غسل بکنید وضو بگیرید یا غسل بکنید. که این چرا وضو بگیرند این مطلب رو من در راهکارها و راههای درمان چشم زخم ان شاء الله دوباره تکرار خواهم کرد. این روایت هم روایت صحیحی هست در صحیح امام مسلم در همون باب طبی که من عرض کردم این اومده. و همچنین عین همین روایت از حضرت اسماء بنت امیس رضی الله تعالی عنها اومده که اومدن در محضر رسول الله صلی الله علیه وسلم و عرض کردند که یا رسول الله بچه های من که بچه های جعفر بودن اینها خیلی
زود چشم میخونن، من چه کار بکنم؟ رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودن براشون رقیه بخون. اون راهکاری رو توضیح دادن و در ادامه همین مطلب رو فرمودند که حضرت عباس روایت کرده ولو کان شیء سابق القدر لسبقته العین. اضافه بر این روایات دیگری هم هست و که خیلی جالب هست از حضرت جابر رضی الله تعالی عنه که این برای ما بیشتر ملموس هست و عملی تر هست در جامعه ما که بیشتر میشه که اونو احساسش کرد و درکش کرد. این است که حضرت جابر رضی الله تعالی عنه میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند العین تدخل الرجل القبر، العین تدخل الرجل القبر و تدخل الجمل القدر. چشم زخم مرد را به قبر می اندازد و شتر را تو دیگ می اندازد. اونو که به خوردن میده. بله خوردن میده. یعنی این که اینو انسان رو احیانا به مردن میدهد و حیوان هم به مردن میدهد، اما قبل از اینکه بمیرند سرشو میبرند و نهایتا خود مردم از اون در واقع استفاده میکنند. این روایت رو ابو نعیم در کتاب الحلیه آورده و علامه آلبانی رحمت الله علیه در کتاب معروفی که دارند به نام صحیح الجامع که احادیث رو جمع آوری کردن، در این کتاب این جزء روایات صحیحه معرفی کردند و در واقع بیان کردند. پس بنابراین از مجموع این روایت عرض کردن 10 ها روایت دیگر غیر از اینها وجود داره درباره چشم زخم، اما یک نقطه مشترکی که تمام این روایات دارن تصریح بر این مورد هست که چشم زخم وجود دارد، امکان دارد که یک انسانی از جانب چشم دیگری مورد اذیت و آزار قرار بگیرد و اساس چشم زخم هم قبلا من عرض کردم که یک نگاه اعجاب برانگیز هست، یک نوع تعجب و شگفت زدگی هست همراه با یک نوع در واقع حسادت و خبث باطنی که منجر به این می شود که یک انسانی رو در واقع به تعبیر حدیث یا اصلا به مردن بدهد یا اینکه حیوانی رو به خوردن بده. حقیقتا تا اینجا که بینندگان عزیز با اصل موضوع انشاءالله که آشنا شدید. یک نیروی هست به اسم چشم، حالا بهش میگیم چشم زخم. نیازی نیست که انسان چشم داشته باشه، چشم شور باشه یا شیرین باشه. یک نیروی هست که این نیرو تاثیر میذاره در خلال برداشته‌هایی از آیات قرآن کریم و در صورت برداشت در کلام الله مجید و در با صورت صراحتاً در احادیث رسول صلی الله علیه و سلم. این حدیثی که حضرت مولانا اشاره فرمودن که مرگ انسان رو به مردن میده و شتر رو به خوردن، خیلی حدیث عجیبیه واقعا. نشان از این نیرو داره. این هست، این نیرو هست. العین حق. این حفظ کنید این کلمه رو. العین حق. خیلی ساده است. عین یعنی چشم، حقه یعنی بر حق. عین حق است. اما برگردیم سراغ اصل موضوع. اثبات شد، حالا برگردیم سراغ خود موضوع تا ببینیم به کجا میرسیم. جناب مولانا شما در تعریف بحث چشم زخم اشاره به حسد میکنید چند بار. حالا چه ارتباطی بین حسد هست و چشم زخم؟ چه تفاوتی بین اینها هست؟ یا هر چشم زخمی بر اساس حسد یا هر حسدی چشم زخم رو به دنبال خواهد داشت؟ در واقع در میان حسد و چشم زخم یک نوع مشترکاتی وجود دارد و یک نوع در واقع نکات اختلاف و تفاوت‌هایی وجود دارد. در مورد خود یعنی وقتی بخوایم مقایسه بکنیم در میان حسد و در میان چشم زخم میبینیم که حسد عامتر هست، یعنی دایره یک دایره گسترده تری هست حسد رو تا نسبت به چشم زخم. منظور از حسد چیه؟ حسد یعنی تعبیری که در تعبیرش کردن تفسیرش کردن یعنی تمنای زوال نعمت از دیگران، آرزو کردن عدم موفقیت برای دیگران، یا به تعبیر دیگر چشم دیدن دیگران رو نداشتن، ناز و نعمتی رو که دیگران دارن. این حسد هست و این حسد هم خودش یک شره. یعنی این گونه نیست که ما تصور بکنیم که فلانی حسود است، خب به ما چی؟ حسدش به خودش برمیگرده، ضررش به خودش برمیگرده، که در این زمینه هیچ گونه شکی وجود نداره. حسد اولین فردی رو که از پای در میآورد خود حسود هست و ضررش به خودش میرسد که نه خواب داره نه آرامش داره و دلش میسوزه، در واقع حسرت میخورد. این اولین ضرر و زیانش به خود حسود میرسه. به قول امروزی میگن میچزنه خودشو. بله این خودش هست که در واقع از بینش میبره اون فرد رو. منتها این
یک شر هست، یک شر متعدی هست به دیگران. و نقطه جالبی که در اینجا وجود داره در مورد این که گرچه من قبلا اشاره کردم که این نگاه و عین و چشم زدن در واقع منبعش میتونه که همون حسد باشه، منبعش همون حسادت به موفقیت، به مال دیگران، به زیبایی دیگران، به جمال دیگران، به موقعیت اجتماعی دیگران، به زندگی دیگران باشه. این میتونه باشه. منتها در قرآن کریم در واقع آیاتی رو نداریم که الله متعال به ما دستور داده باشه که شما از عین پناه بگیرید، از چشم دیگران خودتون رو در واقع پناه بدید. مثلا قل اعوذ که هست، آیاتی رو در معوذتین هست، قل اعوذ برب الفلق هست و الی آخر. منظورم این است که در این نه آورده و لفظ عین رو ذکر نکرده که شما از عین پناه ببرید به الله متعال، و در اونجا این کلمه حسد رو آورده و من شر حاسد اذا حسد، از شر حاسد منو نجات بده. اگر قرار بود که حاسد، حسود فقط ضررش به خودش برسه و یک چیز درونی باشه، یک اعتقاد درونی باشه، یک نوع در واقع حرقه قلبی باشه، آزار و اذیتی برای خودش باشه، خب نیازی نبود که ما از شر حسود چیکار بکنیم؟ پرهیز بکنیم. این بدین معنی هست و بدین خاطر هست که حسادت رو دایرش بسیار گسترده تر هست از خود عین. یعنی به تعبیر دیگر وقتی که شما از الله متعال از شر حسود پناه جستید به الله متعال، از شر چشم زخم هم در واقع پناه بردید. یعنی این حسادت نیرویی که هم خود شخص رو از بین میبره، علاوه بر این شرش خارج میشه از این دایره و به دیگران هم اصابت میکنه احیانا. به همین خاطر ما امر شدیم که از شر این حسادت به پناه ببریم به الله تعالی که در امان باشیم. و احیانا منجر به چشم زخم میشود. و احیانا منجر به چشم زخم میشود. یعنی این که دایره حسادت خیلی گسترده تر هست از در واقع دایره عین. بین معنی نیست که عموما تمام کسانی که چشم میزنند یک نوع حسادتی رو دارند، اما تمام کسانی که حسود هستند چشم زخم ندارند یا در واقع چشم نزدند طرف رو، و درجات متفاوتی رو در این زمینه داره. و نقطه این تفاوت اولش است. تفاوت دیگری که در این زمینه وجود داره این است که حسد سرچشمه شمون کینه هست، کینه و عداوت هست و تمنای زوال غیر هست که نمیتونه چشم دیدن دیگران رو در واقع ندارد. اما در صورتی که عین و چشم زخم در بسیاری از موارد یک نگاه چه بسا محبت آمیز باشه، یک نگاه در واقع اعجاب برانگیز باشه، انسان از یک نفر مقابل به شگفت میاد، خوشش میاد، خیلی جذاب و شیرین در قلبش و نمیخواد که اون از بین بره، نمیخواد که این زیباییش از بین بره، نمیخواد که مالش از بین بره، نمیخواد که بهش ضرر برسونه. حسود همیشه میخواد ضرر برسونه، آرزو میکنه که شما این رو نداشته باشید. دیدش منفی است. اما دید اون کسی که چشم زخم میزند یا چشمش اضافت میکند احیانا دید خوبی هست، دید محبت هست. اصلا شاید دید عاشقانه باشه که به یک طرف در واقع نگاه میکنه. این تفاوت دومی هست. از نظر اثرشون یکی هست، از نظر آثار در واقع همون یکی هست. یعنی چه مثبت هم باشه بازم چه همون مثبت باشه داره. بله، هم چه مثبت باشه دید که به معنی شگفت اومدن از طرف باشه، خوش اومدن هست، عاشق شدن هست، به دیده اعجاب نگاه کردن هست، یا اینکه به دیده در واقع حسادت نگاه کردن هست. اینها معالشون یکی هست، نتیجهشون یکی هست. نتیجهشون چی هست؟ زوال نعمت هست. اون نعمتی که مورد دید قرار گرفته، مورد دید هست، در معرض دید قرار گرفته. نعمت زیبایی باشه، نعمت سلامتی باشه، نعمت ورزیدگی جسم باشه، نعمت نمیدونم فرض کن موفقیت در درس باشه، موفقیت در کار باشه، یا مال و منال زندگی باشه. هر چیزی یک کمالی که طرف نمیتونه اون رو ببینه. این هم چشم زخم و هم حسادت نتیجه قطعیش این است که اون نعمت از بین میرود. انبا منبعشون فرق میکند، منبع و اساسشون، پشتوانشون فرق میکنند. یکی با دید حسادت و با آرزوی زوال نعمت نگاه میکند و در نتیجه نعمت از بین میرود، و دیگری با دیده عشق و محبت نگاه میکند و این هم نتیجهش تموم میشود که در واقع یعنی تاثیر منفی رو به هر صورت به جا میگذارد. این یک مطلب هست. مطلب دوم که تفاوتی که در این تفاوت سوم هست، تفاوت سوم که حسود یک چیزی را که هنوز اتفاق نیفتاده هم حسد میکند. چطور؟
چیزی رو که هنوز اتفاق نیفتاده حسد میکنن. به طور مثال شما قرار باشه که فرض کنیم که رئیس فلان اداره باشید، همه کارها انجام گرفته که آقای فلانی رو قراره که چند روز بعد یک منصوب بشه به فلان ریاست، یا فرض کنیم قراره که یک معامله خیلی بزرگی رو چند روز آینده مثلا قراردادی رو ببندی، یک موفقیت خیلی دیگری رو مثلا بیارن. به هر صورت یک چیزی که هنوز اتفاق نیفتاده، نعمت هنوز به دست شما نرسیده، اما حسود اینو هم میتونه که حسادت بکنه، چشمش بکنه. بله، هنوز نیامده. بدین خاطر است که انسان نباید یعنی مواردی رو که احتمال میده که دیگران مورد تعرض قرار بدن، موجبات ناراحتی دیگران باشه، موجبات حسادت باشه، اینها رو به رخ دیگران نکشین تا جایی که میتونه پخش نکنه این موارد رو. اما چشم زدن فقط مواردی رو که موجود هست و واقعیت داره، امروز هست، در معرض دید هست، اینو در واقع چشم میزنه. یک تفاوت دیگر در میان چشم زخم و حسادت هست. و یک تفاوت دیگر، تفاوت چهارم این است که حسادت معمولا برای غیر هست، برای دیگران هست. یک انسان به دیگران حسادت می‌ورزه و جالب این است که همه انسان‌ها حسودند بلا استثنا. همه هستن، همه حسود هستند. یعنی چیزی رو نداریم که انسانی که حسود نباشه، امکان نداره که انسان حسود نباشه. پس میفهمه جزء سرشت انسانه. جزء سرشت انسان است. بله، به تعبیر علامه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه میگه همه حسودن، اما انسان‌های کریم و جوانمرد اونو پنهانش میکنند، بروزش نمیدن، کنترلش و انسان‌های لئیم و بد اونو نشونش میدن، ظاهرش میکنن. اما در قلب هر انسان یک چیزی هست. اون انسان‌هایی که کریمند و با اعتقاد هستند و با باور هستند، اونو تبدیل میکنند، اینو نه اینکه اینو بروزش بدن، بلکه تبدیلش میکنن، با جهتشون به جهت مناسب اونو سوق میدن. یعنی با توجه به ایمان به قضا و قدر الله متعال، با نعمت‌های الله متعال، اون چیزی رو که الله متعال نصیب کرده، تقدیر کرده و معتقد بر این هستند هر چیزی رو که الله متعال برای ما مشخص کرده به ما میرسد، هر چیزی رو که به برادر مسلمان مشخص کرده، مقدر کرده، به اون میرسد. این در مورد در واقع حسادت هست که معمولا انسان و قطعا این گونه هست، یعنی در تمام موارد یک انسان حسدش نسبت به دیگران هست و هیچ کسی خودش رو حسد نمیکنه. بدین معنی که حسودیش نمیشه به خودش. به این معنی که ما در تعریف حسد ما عرض کردیم که یعنی آرزوی زوال نعمت و از بین رفتن موفقیت دیگران. هیچ کسی آرزو نمیکنه که کاش من این موفقیت رو نمی داشتم، این مال رو، صحت و سلامتی و باقی موارد رو در واقع نداشتم. اما در مورد چشم زخم برعکس، امکان داره که فرد خودش رو چشم بکنه. جالب. جناب مولانا، من یه مثال داستان یادم اومد. شما این موضوع رو ذکر کردید. من یکی از خویشاوندان نزدیک، حالا ذکر نامش نکنم شاید خودشم بیننده باشه، پا به سن گذاشته ماشاءالله، مردی که الان فکر کنم بالای 60 تا 70 سال سنشه. ایشون تو چشمش مشهوره دیگه اصلا ماشاءالله. هنوزم که پیر شده عینک ته استکانی هم میپوشه و هنوزم تو جمع این وقتی که دور بریا میشینن، این بچهای کوچولو موچولو در خصوص اطفال اصلا نمیگذارن به جلوش بشینه، حتی به افرادم میگن روبروش نشینید، اطراف بشینید که در امان باشید. من یک روز شوخی کردم باش، ازش پرسیدم، گفتم که فلانی تا به حال شده خودت هم چشم زده باشی؟ خودش هم معترف به این هست که چشمش اینطوریه. حالا اینو باز یک سوالی هم دارن که همه انسان ها یک دستن یا متفاوتن. بعد گفت که من توی دوره جوانی به هر حال رفتم یک روز جلوی آینه وایستادم و خوب همچین تیپم زده بودم و آماده برای خارج شدن از خونه. یک دفعه خودم خوشم اومد از خودم، گفتم ماشاءالله چه جوونی، ماشاءالله. گفت تا 2 هفته تپ همینج افتاده بودم دیگه، به حدی که اصلا هیچ کی نمیتونست منو تکون بده. این واقعا من تجربه خود شخص بود که به چشم خودش هم طرف میزنه. پس این گونه هست و که این چشم گفتم که حسادت نسبت به دیگران هست، اما چشم زخم امکان داره که از خود فرد به خود فرد باشه، به مال خودش باشه، به فرزندان خودش باشه، به موقعیت خودش باشه. و اینو عرض بکنم که بیشترین مواردی رو که بچه‌ها دچار چشم زخم میشن از جانب پدر و مادرشون هست. پدر و مادر هم چشم پدر و مادر فرزندشون رو چشم میزنند، اما ناخواسته هست، خودشون احساس نمیکنن. ما عادت داریم همیشه بدگمان هستیم به دیگران، همیشه بدگمان هستیم به دیگران که حسودن، زیرا که تصور ما اینه که چشم زدن صرفا بر اساس حسادت هست. نه خیر، امکان داره که چشم زدن به خاطر یک نوع محبت زائد الوصف باشه.
رضایت از طرف باشه، رضایت از رنگش، از جمالش، از اندام و ساختار و چگونگی، یک صفتی در وجودش دیده که اینو به شگفتی آورده، از کمالش، موفقیتش، نمیدونم در کنکور رتبه بالایی رو آورده، در تجارت موفق شده. تمام اینها امکان داره که فرد رو مورد چشم زخم قرار بدن و بیشترین موارد از جانب پدر و مادر یا از افراد خود خانواده هست که یک محبت زائد الوصف رو نسبت به فرزندان خودشون در واقع دارن. بدین خاطر هست که راهکارش ان شاء الله بعداً هم عرض میکنم. اما به صورت کلی من یک نکته رو در اینجا عرض میکنم برای تمام کسانی که احتمالاً چنین موردی رو شاهد بودن در خانواده خودشون، برای فرزندان خودشون یا برای زندگی خودشون، حتی برای خونه خودشون. مثلا یک مرتبه دیدند که عوض شده همه چیز، زندگیشون یک مرتبه دگرگون شده، مسیرش کلا منحرف شده، یا بچهشون احیانا بیمار شده، هرچند میبرند پیش این دکتر و اون دکتر احیانا جوابی رو هم در این زمینه نمیگیرن. اینو تجربه بکنند که یکی از راهکارهایی که برای در واقع مداوای چشم زخم است، اینو تجربه بکنند روی فرزندان خودشون، ولو این که معتقد هستند که ما چشم زخم نزدیم، ولو این که فرض کنیم که نمیدونند اصلا چشم زخم اصلا خورده این فرزندشون، یا که چشم زخم در واقع نخورده باشه. اینو تجربه بکنن. ان شاء الله من امیدوار هستم که تعداد زیادی از فرزندانی که در داخل منزل ما هستند و بیمار هستند سببش برمیگرده به همین مورد. و در این زمینه یک روایتی من خود مطلبش به صورت کلی از یادم رفت که عنوانش چی بود و تحقیق هم نکردم این مورد رو. همین اشاره که شما فرمودید که آیا همه چشم زخم دارن یا نه، عنوانش این بود که همه شما، یعنی صاحب چشم که همه دارن و این در واقع احساس رو هم همه دارن، این احساس رو همه دارن. ما گفتیم منبع چشم زدن یا حسادت هست یا رضایت هست، یکی از این دو مورد میشه اعجاب هست. اینو همه دارن، تمام انسان ها دارن. حسادت رو انسان‌های کریم پنهان می‌کنند، اما انسان‌های لئیم رو بروز میدن. این اعجاب رو ما نسبت به تمام نزدیکان خودمون، تمام کسانی که دوستشون داریم اینو احساس می‌کنیم نسبتمون. پس بنابراین همه این نوع در واقع یک چشم زخمی رو دارن، منتها این متفاوت هست. بعضیا بیشتره، بعضیا کمتره. بعضی خیلی چشمشون بیش از حد شوره در واقع و تا خواسته باشند یا ناخواسته وقتی که نگاهشون بیفته فرد رو مورد اذیت و آزار قرار میدن، سبب زوال نعمت میشن. بعضیشون خیلی در واقع ضعیف هست، مثل اینکه مثال ظاهری بزنن، خب یک فردی یک سیلی خیلی محکمی میزنه، خب دردش واقعا احساسه، اما یک بچه 2 ساله‌ای که با پدر و مادر خودش بازی میکنه، مثلا دستش روی پای پدر و مادر میزنه، خب دردی رو نداره. یعنی هر دو تا زدن هست، اما این زدن چیزی دیگر هست، اون زدن یک چیز دیگر هست. این چشم زخم هم این گونه هست. همه مردم اصالتا این فطرت و سرشت بشری هست، منتها بعضیشون یعنی چشمشون یک در حد بالاتر ضربه فنی میکنه به قول شما، و برخی دیگر در درجه پایینتری هستند، یا احیانا این قابل در واقع رشده و این خود چشم زخم رو در واقع یک نوع آموزش هایی هست در این زمینه و امکان داره که اون ارتقا بدن به درجات بالاتری که به این مطالب ما نمیپردازیم. و یکی دیگر از تفاوت این راهکار رو دوباره عرض میکنم در آخر ان شاء الله، به خاطر اینکه خلط مباحث نشه. یکی دیگر از تفاوت‌هایی که در میان حسد و در میان چشم زخم وجود داره اینه که حسد همیشه از انسان‌های شرور و موذی صورت میگیره، همیشه از انسان شرور هست و موذی، در واقع کسانی که توان دیدن نعمت‌های دیگران و موفقیت‌ها رو ندارند از چنین افراد سر میزنند. اما چشم زخم چه بسا از انسان‌های نیکوکار، ظاهر الصلاح، که انسان واقعا وارسته هدفی رو نداره و کینه‌ای رو از شما در دلش نیست، اما این دیدش ناخودآگاه چه بسا امکان در واقع اثر بکنه و مورد اذیت و آزار اون فرد یا هر شیء مورد نظر در واقع بر اون قرار بگیره و مورد یک نوع اذیت و آزاری در واقع بشود. درباره انسان ها گفتید که همه انسان ها تاثیر میکنه چشمشون. این نکته جالبیه، بینندگان عزیز اینو خیلی کمک میکنه و ما این نکات رو، من تاکید من رو برخی نکات به خاطر این است که در بحث درمان و راه حل ها اینو ما نیاز داریم. هممون چشم میذاریم. شاید هیچ پدر مادری تا به حال به این فکر نکرده بوده که شاید خودش بچه خودش رو چشم زده باشه به خاطر شدت محبت نسبت به فرزندش. غیر از انسان ها، جن ها هم چشم میزنن ما رو.
بله، تمام کسانی که میبینند، البته نه اینکه حیوانات که میبینند که از گاو و گوسفندی که در اگه خونه به حیوانات جناب مولانا دیگه چشم بزنن که گاو در به در میکنه آدمو، چشم داره ماشاءالله انقدر. گوساله هم که چشماشون مثلا مشهور چشم گوساله‌ای. بله، چشم حیوانات نمیگیره آدمو، خدا رو شکر. اینو مطمئن باشم. منتها در مورد در واقع جن‌ها این وجود داره، اینها تمام برمیگرده به اصل تعریف چشم زخم. من عرض کردم چشم زخم مبعثش و انگیزه اصلیش یا حسادت هست یا اینکه اعجاب و رضایت هست و این ممکن هست که در جنها هم وجود داشته باشه. یعنی این احتمال وجود داره که جن قطعا این گونه هست. بله قطعا این گونه هست و چه بسا جنهایی با ما مخالفت باشند، دشمن باشند که عموما این گونه هستند. عموما این گونه هستند که این حسادت از جانب جنها نسبت به انسانها وجود دارد و چه بسا همین به خاطر اظهار محبت جن باشه. اظهار محبت به جن باشه، مواردی که مثلا این چیزی که دقیقاً همین چیزی که یک جنی از انسانی در واقع خوشش اومده، شیفته شده، این هم در واقع منجر به چشم زدن میشه. و این یک حرفی نیست که بنده یعنی اینو در واقع از خودم گفته باشم، مستند بنده در تمام این موارد احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. به عنوان یک مسلمان همه ما معتقد هستیم آنچه را که باز طریق صحیح از رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما نقل شده، ما مکلف هستیم که به اون ایمان داشته باشیم. جزء از واقعیت زندگی بشر روی زمین است، جزء واقعیت هم هست و جزء اعتقادات و باورها هم هست که به این باید معتقد باشیم. حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه یک روایتی رو دارند که امام ترمذی رحمت الله علیه در سنن ترمذی در باب طب این مطلب رو در اونجا آورده و از این احادیث می شود این استنباط را کرد که بله، انسان مورد تعرض دید جن هم در واقع قرار میگیره. یعنی امکان دارد که جن ها هم انسان رو در واقع چشم بزنند و چشم بکنند. حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم قبل از این که معوذتین نازل بشه، بله، قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس، کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یتعوذ من عین الجان. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عين الجان ثم أعين الناس. رسول الله صلی الله علیه وسلم ابتدا از چشم جنها پناه میجست به الله متعال و بعد از آن از چشم انسانها. به چه دلیل؟ به این دلیل که خب انسان روبروی انسان نشسته، هم دیگر رو میبینیم، میدونی فلانی مثلا چشمش شور هست، یک مقدار خودمون حفاظت بکنیم و به قول شما داستانی رو تعریف کردید حداقل مستقیم نشینیم، این طرف اون طرف بشینیم. اما جن ما نمیبینیم. بدین خاطر رسول الله صلی الله علیه وسلم ابتدا از چشم جنها پناه میجست به الله متعال، بعد از آن از چشم زخم انسان ها. در ادامه این روایت میگوید که فلما نزلت المعوذتان اخذهما، وقتی که معوذتین نازل شد اون دعا رو ویل کرد، اون دعایی را که میخوند، رقیه که میخوند، اون ویل میکرد و اینها رو گرفت و ترک ما سوا ذالک و بقیه موارد رو حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم ترک کردن. یعنی قبل از این که معوذتین نازل بشود رسول الله صلی الله علیه وسلم همیشه دعا میکردند که پروردگارا مرا از چشم زخم جنها و چشم زخم انسانها نجات بده. اول جنها بعد انسانها. و بعد از این که معوذتین نازل شدند رسول الله صلی الله علیه وسلم همیشه معوذتین رو میخوندن، خصوصا بعد از نماز صبح و بعد از نماز مغرب سه مرتبه اینها رو خوندنش ثابت است از رسول الله صلی الله علیه وسلم و موارد دیگر رو در واقع ترک کردن. عرض کردم که این روایت در سنن ترمذی هست و علامه البانی هم در صحیح الجامع اینو در واقع صحیح گفته. این یک مورد. مورد دیگری هست از حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها. این موردی که ام سلمه رضی الله تعالی عنها روایت کرده درجه صحتش بالاتر است، یعنی در صحیح بخاری و در صحیح مسلم اومده. ام سلمه رضی الله تعالی عنها که ام المؤمنین بودند، همسر رسول الله صلی الله علیه وسلم، ایشون میگوید که یک روز من در منزل بودم و یک دخترکی در منزل من بود، یک دخترکی از دخترای همسایه اومده بود و رسول الله صلی الله علیه وسلم اومدن. ام سلمه رضی الله تعالی عنها میگوید که ان النبی صلی الله علیه و سلم رأى فی بیتها جاریه فی وجهها صفعه. رسول الله صلی الله علیه و سلم در خونه من که تشریف آوردن یک دخترکی رو دیدن و در چهرهش یک کبودی بود، یک صفعه بود. این صفعه در زبان عربی به معنی اثر جن هست.
اثر دید جن رو در زبان عربی میگن صفعه، که منجر به یک نوع کبودی در واقع تیره شدن پوست بدن بشود. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند استرقوا فان بها النظر، رقیه بخونید بر این که این یک نوع نظری رو داره. این از صفعه، این در واقع همون نظر جن هست که آثارش بر انسان در واقع ظاهر میشه. پس بنابراین همان گونه که انسانها به انسانها و همجنس خودشون حسد میورزند یا احیانا نگاه اعجاب برانگیزی رو دارند و خوششون میاد، جنها هم این مورد را دارند. همون گونه که این موارد سرمنشه در واقع چشم زخم از انسانها، از جنها هم هست، اونم به تأیید احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. پس بنابراین ما هم باید مواظب دید جنها باشیم، هم مواظب دید انسانها. ما مواظب دید انسانها باشیم که خب میبینیمشون، حداقل انسانها رو میشه دید، حالا اون راههای درمانش انشاءالله بهش میرسیم. جنها رو چیکار کنیم؟ چطور مواظب دید جن باشیم؟ انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم. الله تعالی فرمود اون یعنی شیطان و طایفش، اینو طایفش که از جنن شما رو میبینن، شما اونا رو نمیبینید. الان من توی فضایی وارد شدم، توی فضای مثلا استودیو خودم، انا خب من انسانا اینجا رو میبینم، احمد جان رو میبینم، شما رو میبینم، بقیه بچه‌هایی که هستن دور بر میبینم. اما خب جنی اگر باشه تو هر فضایی وقتی وارد میشیم چطور ببینیم؟ نمیبینیم. چطور خودمون رو در حفاظت قرار بدیم از دید اون جنی که حالا حسودش که خب حسوده، اون یکی که بالا چشم پیدا کرده خوشش اومده از ما، اونو چیکارش کنیم؟ هر دوتاشون. خب دیگه راحت دیگه، وقتی که جن ما رو میبینه چشم میزنه، خب یک کاری بکنیم که اگر ما نمیتونه اونو ببینیم، حداقل کاری بکنیم که اون ما رو نبینه. چطور؟ ممکن هست و این راهکارش هم بیان شده در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. و عرض کردم که این مواردی که در این زمینه وجود داره، بیشترین چشم زخمی که وقتی که به انسان اصابت میکنه، اهم این که از این چشم زخم از جانب انسان باشد یا این که از جانب جنها باشد. اهم از این موارد این در واقع در مواردی هست که انسان بیشتر در معرض دید و خودنمایی قرار دارد. زمانی که انسان بیشتر در معرض دید دیگران قرار داده، یعنی نوع خودنمایی میکنه یا در کاملترین حالت در واقع زینت و آرایش هست، یا موردی رو که قبلا مردم ندیدن یک باره الان دارن میبینن، این خودش در واقع موجب تعجب میشه، شگفتی میشه و منجر میشه به چشم زدن. مواردی مانند که مثلا در هنگام عوض کردن لباس که انسان میخواد لباس عوض بکنه، خب قبل از این بدنش پوشیده هست، لباس داره، وقتی که تنها هست احساس میکنه کسی وجود نداره، مثلا لباس عوض میکنه. یا این که فرض کنیم بیشتر به خانم‌ها اینو بگم که جلوی آینه مثلا نشستند و خودشون آرایش میکنن، یا حتی مردها وقتی که میرند خودشون رو ببینند، موردی که خود شما اشاره کردید که جلوی آینه خودشو دیده بودن، یا مثلا مورد در رفتن به حمام که در بقیه موارد انسان در واقع عریان نیست اما در هنگام غسل متفاوت هست، یا در هنگام همخوابگی که متفاوت هست، قضای حاجت، اینها مواردی هست که در این زمینه ها ما باید بیشتر مراقب باشیم. در تمام فضاهایی که انسان زیبایی‌هاش بیشتر زیباهایی رو که قبلا پوشیده بوده الان در واقع ظاهر شده. ولو این که این موارد رو عرض کردم که به خاطر این که معمولا در معرض دید عموم انسان نیست، هنگام این کارها رو انجام میده، خودش تنها این کارا رو انجام میده. بله، یعنی این که در معرض دید جن در واقع قرار داده که از جنها از جایی که از موردی که شما اونها رو نمیتونه ببینی، جنها شما رو میبینن. اما چیکار بکنیم که از دید و از گزند نگاه جنها ما در حفاظت بمانیم؟ یا به تعبیر دیگه چیکار بکنیم جنها ما رو نبینند؟ چیکار بکنیم که جنها ما رو نبینن؟ اینه که خیالمون راحت بشه. این راهکار خیلی ساده‌ای داره، خیلی ساده است، نه خرجی داره و نه تخصصی میخواد و نه هم آموزشی چیزی میخواد، خیلی ساده است. همه من شما این مورد رو میدونیم اما تاثیرش رو تا حالا احساس نکردیم، ضرورتش رو و لزومش رو تا حالا احساس نکردیم. و جالب این است که اگر انسان واقعا به تمام فرامین و دستورات الله متعال عمل بکنه، یعنی این که تمام تضمینه ها رو در واقع با خودش داره، بیمه کرده خودش رو. یکی از مواردی که در این زمینه نقل شده از رسول الله صلی الله علیه و سلم این است که
حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند در روایتی که در سنن ترمذی هست و سنن ابن ماجه هست و روایتی رو که در سنن ابن ماجه هست، شیخ البانی رحمت الله علیه گفته که این روایت صحیح است. روایت این است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که ستر ما بین اعین الجن و عورات بنی آدم اذا دخل احدكم الخلاء ان یقول بسم الله. به همین سادگی بگه بسم الله فقط. بسم الله، همین جمله رو بگه. و این که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که پرده‌ای که میان چشمهای جنها و میان عورات بنی آدم، عورات این عورت چیزی رو که انسان نمیخواد که دیگران ببینند و عورت را و قسمتی از بدن را که به عنوان عورت مشخص شده و تعریف شده، به خاطر اینکه انسان در واقع نمیخواد که این قسمت رو دیگران ازش ببینند، این میگن عورت. عورت یا هر چیزی رو که شما اونو میخواید که پوشیده نگه دارید در زندگی خودتون، نمیخواد که دیگران اونو ببینن، این جز عورت است. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که پرده‌ای که در میان چشم جنها وجود داره و در میان عورات بنی آدم، چیزهایی که نمیخواد که ظاهر بشه برای جنها، و خصوصا زمانی که انسان وارد دستشویی می شود، این است که بگوید بسم الله. بسم الله گفت در واقع خودشو بیمه کرده، یعنی این که انسان قبل از این که لباسشو عوض بکنه، قبل از این که جلوی آینه بیستد، قبل از این که وارد حمام یا دستشویی بشود، بسم الله بگوید، استخاره یا هر جای دیگری بگوید بسم الله. الله متعال به خاطر همین دعا بسم الله این در واقع سبب می شود که جنها انسانو نبینند و اساسا در معرض دید هم قرار نمی گیرند و در نتیجه مورد تعرض و آزار هم قرار نمیگیرند و نظر هم نخواهند شد. خیلی ممنونم. چون ما 1 ساعت داریم صحبت میکنیم، برای بینندگان نصف وقت برنامه هم رفت. چون انقدر بحث جالب هست برای من که واقعا جذابیت و جالبی داره و تازگی داره. خیلی از موارد حتما برای شما عزیزان این گونه است. بسم الله، فقط همین یک کلمه ما رو در برابر دید جنها حفظ میکنه. داخل خونه شدیم، داخل فضایی شدیم، داخل یک خلوتی شدیم، بسم الله رو یادمون نره. اگه تا به امروز دقت نکردیم، از امروز حواسمون جمع باشه. خیلی وقتها ما احساس میکنیم مریضیم، خسته‌ایم، پریشانیم، نگرانیم، نمیدونیم مشکل چیه و رعایت نکردن همین مسائل بسیار جزئی میتونه اینا برای ما مشکلات زیادی رو ایجاد بکنه. میان برنامه میبینیم، برمیگردیم در خدمت شما عزیزان هستیم با راههای پیشگیری و درمان از چشم زخم. أنت الحبيب المصطفى أنت الأمين يا خير خلق الله خير المرسلين يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق وما أرسلناك إلا للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. و ما تو را به سوی همه مردمان فرستاده ایم تا مژده رسان و بیم دهنده باشی، ولی بیشتر مردم نمیدانند. بعد سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و عزیزان، همچنان با شما هستیم با موضوع چشم زخم. درباره حقیقت چشم زخم صحبت کردیم و اثباتش در خلال وحی در کلام الله متعال و در کلام گوهربار رسول صلی الله علیه و سلم و اقسامش و تفاوتش با حسد صحبت شد و اینکه هم انسان‌ها، تمام انسان‌ها و حتی جنیات میتونن که چشم بزنن یکی دیگر رو، حالا یک شخصی رو، و راه در امان ماندن از چشم زخم جنها رو فقط کلمه بسم الله است که یاد گرفتیم و درباره راه‌های پیشگیری از چشم زخم باید صحبت بکنیم با شما. چون ما الان توی یک فضای وارد میشیم. من نوعی چیکار بکنم که اصلا در امان بمونم با توجه به اینکه نمیدونم اصلا خود به خود چشم طرف
چطوری هست، چی نیست، دیدش نسبت به من چی هست، بیشترم در ذهن خودش، در فکر خودش، در قلب خودش داره کار میکنه. ما چیکار بکنیم تا در امان باشیم از چشم زخم؟ حالا قبل از اینکه برسیم به موضوع راههای درمانش، میگن بهترین درمان پیشگیری، اول پیشگیری بکنیم تا بعد درمان برسیم. از لابلای صحبت‌هایی که بنده عرض کردم خدمت شما و بینندگان عزیز و ارجمند، احتمالاً برخی از این موارد رو بهش رسیدید، خصوصا حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه در سنن ترمذی که رسول الله صلی الله علیه و سلم قبل از این که معوذتین نازل بشند پناه می‌جست به الله متعال از دید جن‌ها، از چشم زخم جن‌ها و چشم زخم انسان‌ها. اما بعد از این که معوذتین نازل شدن اونها رو همه رو ترک کرد و این دوتا رو گرفت، یعنی معوذتین رو همیشه می‌خوندن، خصوصا قل اعوذ بالفلق و قل اعوذ برب الناس. اینها رو بعد از نماز صبح و بعد از نماز مغرب، یعنی آغاز روز و آغاز شب، چند بار در روایت اومده 3 بار بخونن، 3 بار اینها رو صبح بخونن و 3 بار اینها رو مغرب بخونن. جز مواردی هست و بهترین پیشگیری هست و اساسا این 2 سوره رو الله متعال برای این مورد نازل کرده و بگونه ای هست که از بس که این 2 مورد در این زمینه در واقع مشهور هستند و معروف هستند و رسول الله صلی الله علیه و سلم اینها رو بعد از دعاهایی که قبلا میخوندند برای حفاظت خودشون، وقتی که این سوره نازل شد اون دعاها رو ویل کردند و این 2 سوره خوندن. از اینجا حتی برخی از صحابه فکر میکردند که اینها سوره قرآن نیست، فقط دعایی هست که برای حفاظت از جن و شیاطین است. تا این اندازه این 2 سوره در واقع تاثیر دارند و مهم هستند در این زمینه. پس میتونیم بگیم که انشاءالله اگر انسان بیاری الله متعال ابتدای صبح و ابتدای شب 3 بار بخونه این سوره ها رو، اون چیزی که در سنت ثابت شده، بعد نماز صبح بعد نماز مغرب، اون روز و اون شب که اینها رو خونده خیالش راحته که دیگه از دست چشم دیگران در امان هست. هیچ گونه در واقع نه هزینه ای رو داره نه زحمتی رو داره و لازم نیست که انسان جایی سفر بکنه، پیش کسی بره یا پولی مالی رو در واقع هزینه بکنه. این یک مورد هست. و مورد دومی در واقع برای این که ما در واقع دیدمون اثر نکنه به دیگران یا فرزند خودمون و مال خودمون و ثروت خودمون و خونه خودمون رو چشم نزنیم، موردی که در واقع حفاظت میکنه بچه ها رو و تمام زندگی ما رو از این چشم زدن خودمون، پدر و مادرایی که خیلی فرزندانشون دوست دارن، این است که دعای برکت بکنن، چه فرزندشون باشه، چه زن باشه، شوهر باشه، وسایل خونه و زندگی باشن، یا این که مغازه باشه، یا این که نمیدونم باغ باشه، یا هر موردی دیگری که انسان در واقع مالش هست و از این بیم دارد که دچار چشم زخم و در مورد دید حسودان قرار بگیره. موردش این است که انسان باید دعای برکت بکند. چطوری یعنی چی دعای برکت برای خودش، برای فرزندانش، زن و بچهش، برای خانوادهش، برای زندگیش، برای مغازهش، برای شرکتش و برای باغ و هر چیزی رو که ماشینش، هر چیزی رو که در واقع بهش داره. و این برگرفته از آیه قرآن هست در سوره کهف: ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله. 2 نفری که یکیشون به در واقع به مال و ثروت خودش مینازید که من این همه مال دارم، انا اکثر منک مالا و ولدا، من مالم بیشتره و زندگیم بهتره و سرمایه‌ام بیشتره. نفر دوم به تعبیر آیات قرآن بهش گفت که خب اگر وارد خونه‌ت میشدی، وارد باغت میشدی، کاش که این چیز رو میگفتی ما شاء الله لا قوة الا بالله. اون بعد از اینکه هلاک شد مالهاش، بله بعد این دیگه هلاک شد، اما چون این مورد رو نگفته بود، اگر می‌خواستی که هلاک نشه، در آتش نسوزد، میگفتی ما شاء الله لا قوة الا بالله. این یکی از موارد هست، یعنی یکی از کیفیت‌های تبریک گفتن، مبارک گفتن و در واقع دعای برکت و دعای خیر کردن. این جمله هست که در قرآن کریم اومده که الله تعالی ما شاء الله لا قوة الا بالله، ما شاء الله لا قوة الا بالله. این یک مورد هست. و حتی این ماشاءالله جناب مولانا در لفظ بعضی وقتا در چیز عامیانه خودمون هست، مثلا این چیزی رو که وقتی ما می‌بینیم
خوشم میگه ماشاءالله ماشاءالله، اینم کفاف میدی یا نه؟ این بله اینم هست. یکی از مواردش حداقلش همین ماشاءالله گفتن هست. حداقلش ماشاءالله گفتن، یعنی هر چیزی رو که خدا بخواد اینو خداوند متعال آفریده، این حداقلش این مورد هست. منتها دعای برکت اضافه بر این هم هست، ماشاءالله لا قوت الا بالله. و این مطلب در روایتی هم اومده از حضرت انس رضی الله تعالی عنه، این نقل شده که ابن سنی در کتاب خودش عمل الیوم و اللیله اینو ذکر کرده و دقیقاً همین چیزی رو که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند فمن رأى شیئا فاعجبه، هر کسی که یک چیزی رو دید و به شگفت اومد، خوشش اومد از اون چیزش، فقال ما شاء الله لا قوت الا بالله لم یضره، اگر بگه که ما شاء الله لا قوت الا بالله لم یضره، به اون ضرری در واقع وارد نمیکنه، اذیت در واقع آزاری این که از بین برود وارد نمیشه. اهم از این که از هر موردی باشه، موردی که در قرآن اومده این در مورد باغ هست، در مورد باغ و در واقع مال و منال زندگی هست و در مورد اولاد هم همین حکم هست. و در روایت دیگری عامر ابن ربیعه روایتی رو دارن در این زمینه. این عامر ابن ربیعه رو یک داستان دیگری هم برایش هست که جالب باشه ان شاء الله برای بینندگان کنم عرض خواهم کرد. ایشون میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که اذا رأى احدکم من نفسه و ماله و اعجبه، هر کسی که شما از خودش رو دید یا مالش رو دید یا هر چیز دیگه، حتی فرزندانش رو دید، فاعجبه، به شگفت اومد و خوشش اومد، خوشحال شد از این موردی که وجود داره، فلیدعو بالبرکت، دعای برکت بکند برای خودش، برای مالش، برای زن و فرزندش، برای زندگیش، برای ماشینش، تجارتش، باغش، همه مواردی رو که داره دعای برکت بکند. این دعای برکت من بارک الله فیک، بارک الله فیک، خدا برکت بده ان شاء الله، خدا از گزند روزگار حفظ، و حتی همین دعاهای زبان فارسی ماشاء الله تبارک الله یا تبارک الله احسن الخالقین، بارک الله فیک، تمام این جملاتی که گویا این است که همشون تفاوتی رو نداره. ما تو اون موردی که کردن ماشاء الله لا قوت الا بالله اولاتر هست و در حدیث هم در قرآن اومده و هم در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم اومده. پس بنابراین تا حالا 3 مورد رو عرض کردم از دعایی که در این زمینه هست، یا 2 مورد رو. مورد سوم احسان به فقرا و مستمندان هست در جامعه، احساس در واقع نیکوکاری کردن به تمام کسانی که نیازمند نیکوکاری هستند. خب وقتی که این اساس این حسادت از کجا ایجاد می شود؟ این هست که من میبینم که شما مال و دنیا و ثروت و زندگی دارید، راحت هستید، من در مقابل این گونه نیستم و از شما هم چیزی به من وقتی که نرسه، خب من آرزو میکنم کاش این چیز به فلانی هم نمیرسید. پس بنابراین این یکی از راهاش این است که ما اون کسانی رو که در واقع احتمال دارد که حسود باشند، احتمال دارد که ما رو مورد چشم زخم قرار بدن، به اونها احسان بکنیم، شریک بکنیم در مال خودمون، صدقه بدیم، خیرات بدیم، همسایه‌مون. بله، یک قسمتی رو از حتی غذایی که هست، میوه‌ای که هست در خونه، یک چیزی رو به خونه همسایه و فقرا و مساکین در واقع اینو بدهیم. این در واقع جلوگیری میکند از حسادت. و خیلی در دنیا ما دیدیم همون کسانی که حسادت داشتن میگن که فلانی رو واقعا مالش مبارک باشه برایش، فلانی رو مالش مبارک باشه. چرا؟ چون که از این مال به دیگران هم میرسد، تنها خوری نمیکنه و تنها در فکر خودش نیست، بلکه در فکر حل کردن مشکلات دیگران و احسان به در واقع فقرا و مستمندان هست. این مورد سوم هست. مورد چهارم توکل کردن بر الله متعال. این گونه نباشه که انسان بدبین باشه به تمام موارد، اینقدر بدبین هست به زندگی خودش، به آینده خودش که در واقع هیچ چیزی رو، هیچ گونه امیدی رو به دنیا نداره و به آینده امیدوار نیست، یا این که از همه چیز بدگمان هست، امیدش رو از الله متعال گرفته، امیدش به یک چیز دیگر هست، توکلش بر دیگر هست، توکلش نمیدونم بر فلان دعانویس هست، توکلش نمیدونم بر فلان مورد، بر فلان مهره هست، یا بر فلان مورد دیگری که فکر میکنه که اینو از اون گزند چشم دیگران نجات میده. در واقع چنین چیزی نیست. تنها مواردی میتونند که از گزند چشم ما رو نجات بدهند که الله متعال اونها رو بیان کرده. یکی از این موارد همین توکل کردن بر الله هست. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. و در آیات متعددی درباره توکل ما اینو داریم. و جالب این است که یکی از مواردی که رسول الله صلی الله علیه و سلم
اینو حتی برای فرزندانش، یعنی برای کودکان صحابه، نونهالان صحابه این مورد را بیان می‌کردند. همین توکل بر الله متعال بوده که این عقیده را، اعتقاد به الله متعال را، توکل به الله متعال را، اعتقاد به تقدیر را، اینو در نهادشون و در وجودشون اینو در واقع بکارن. پس بنابراین سپردن خود به الله متعال این یکی از راه‌های پیشگیری و جلوگیری هست، زیرا که وقتی که ما خودمون رو به الله متعال محول کردیم و خودمون سپردیم به الله متعال، قطعا الله متعال ما را رها نخواهد کرد. این مورد چهارم هست. یکی دیگر از مواردی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت شده و دعایی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده، دعایی هست که حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما عموزاده رسول الله صلی الله علیه و سلم این مطلب رو نقل کرده و در صحیح بخاری هست این مطلب که میگوید که کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یعوذ الحسن والحسین و یقول، که رسول الله صلی الله علیه و سلم حسن و حسین را تعویذ میگفت، یعنی رقیه شرعی میخوند یا برایشون دعا میخوند، اونها رو در حفاظت قرار میداد، در پناه قرار میداد، در پناه الله متعال میبرد. با چه جملاتی، چی چیز رو بر فرزندان خودشون میخوند؟ این شایسته است که تمام مادران این در واقع دعا رو یاد بگیرن و همیشه این بر فرزندانشون بخونن. صبح که بیدار میشن، شب که میخوابن، در هر وقتی که فرصت کردن این دعا رو بر فرزندان خودشون بخونن. رسول الله صلی الله علیه و سلم در زمان خودشون اونم فرزندانی رو مانند حسن و حسین رو همیشه تعویذ میخوند برایشون، یعنی این دعا رو همیشه میخوند، بر اونها میدوید. این دعایی که حضرت عبدالله ابن عباس نقل کرده از رسول الله صلی الله علیه و سلم و در صحیح بخاری هست، این یک جملات خیلی ساده هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اعیذکما بکلمات الله التامه. اعیذکما، این کما به خاطر اینکه دو نفر بودن، حسن و حسین بودن، شما دوتا رو پناه میدهند به کلمات تامه الله متعال، به نامه ها و اسماء تامه الله متعال شما رو پناه میدن. اگر یک فرزند دارند یا مثلا میگن که اعیذک، تو رو پناه به پناه الله متعال در میارن، اگر چند تا باشن میگن اعیذکم، شما رو به پناه الله متعال در میارن. اعیذکما او اعیذک یا اعیذکم بکلمات الله التامه من کل شیطان و هامه، من کل شیطان و هامه، از گزند هر شیطانی و هر حشری. و هامه یعنی هر حشری که امکان داره که انسان رو در واقع مورد گزند خودش و در واقع قرار بده. اعیذکما بکلمات الله التامه من کل شیطان و هامه، و در ادامهش و من کل عین لامه، و از هر چشم بدی که در واقع مورد تحرز شما را قرار بگیره. این معروف ترین دعایی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم میخوندند و میدمیدند بر حسن و حسین. و جالب اینجا است که این تاریخش از زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست. در ادامه این روایت اومده که حضرت ابراهیم علیه السلام اسحاق و اسماعیل رو همین دعا رو میخوند، برشون میدمید. یعنی یک دعای واقعا یعنی کارساز هست. یه بار دیگه اگر تکرار بفرمایید. اعیذکما عرض کردم دو نفر بودن، یا بگید یا حتی همین که دو نفر هم بخونن هیچ گونه اشکال نداره با همین لفظ باشه. اما اگر با لفظ اعیذک خوندم، اعیذکم خوندم، باز هم هیچ گونه اشکالی رو نداره. اعیذکما دو جمله است. اعیذکما بکلمات الله التامه من کل شیطان و هامه و من کل عین لامه. اعیذکما بکلمات الله التامه من کل شیطان و هامه و من کل عین لامه. یا حتی میتونه این دعا رو به زبان فارسی هم بخونند که من شما را پناه میدهم، به پناه الله متعال در میآورم، در پناه کلام الله متعال در میآورم، از شر هر شیطان و از شر هر گزنده و خزنده و از شر هر چشم بدی. این گونه دعا بکنه، ساده هست این دعا. و اگر این موارد رو ما انشالله حفاظت مراعات بکنیم، انشالله الله متعال ما رو از گزند چشم زخم انشالله و چشم دیگران نجات خواهد داد. به اضافه مواردی که قبلا عرض کردم که در واقع بسم الله گفتن بود که از گزند شیطان انسان نجات میداد. اینا مواردی هست که تضمین میکنند ما را که مورد تعرض دید و چشم زخم دیگران قرار نگیریم. پس تا اینجا بینندگان عزیز مد نظرتون باشه که ما حضرت مولانا دو بخش رو اشاره فرمودن. یکی این که ما چه کار کنیم که به دیگران آسیب نرسونیم، بعد مورد دوم چه کار کنیم که از آسیب دیگران به خودمون جلوگیری کنیم. هر دو وظیفه بسیار مهمی است برای ما. و مورد اول این که ما خدای نکرده سبب ضرر زدن به کسی دیگه نشیم. اگر چیزی دیدیم، انسانی دیدیم
و یک به هر حال صفتی، ویژگی، کمالی، جمالی، مالی در وجودش، در دور برش ما رو به شگفتی انداخت. نگیم هو وای عجب، این چیزا خیلی بعضی وقتا مشکل ساز میشه. به جای این کارو بگیم ماشاء الله لا قوت الا بالله، ماشاء الله، اما ماشاءالله خودمون یک لا قوت الا بالله اضافه بکنیم دقیقاً میشه کلام قرآن کریم، ماشاء الله لا قوت الا بالله. و اگر غیر از این تبارک الله احسن الخالقین، بارک الله، این رو عادت بدیم به خودمون. یعنی سعی بکنیم از همین الان عهد بکنیم هر چیزی که میبینیم دور برمون بلا استثناء، هر کی هست میشناسیمش نمیشناسیمش، دور از خودمون، از غریبه هاست، تو خیابونی داریم میریم، تو شهر داریم میگردیم، یه چیزی دیدیم، ساختمان قشنگی دیدیم، ماشینی دیدیم، مالی دیدیم، شخصی دیدیم، پردی دیدیم، هنری دیدیم، کمالی دیدیم، جمالی دیدیم، اینو عادت بدیم سر زبانم خودمون باشه که خدای نکرده ما ضرر نرسونیم به کسان دیگه. نگیم که نه خب من که چشم شور نیست، من که تا حالا به کسی چش نزدم. از کجا میدونیم چش نزدیم؟ شاید ما 10 نفر رو زدیم در به در کردیم، ما چشمون خودمون هم نمیدونیم، یه چیزی گفتیم رد شدیم، بعداً اون بنده خدا بعداً اونجا افتاده و برای سرش در اومد. موردی رو که شما گفتی از کجا معلوم که ما چشم نزدیم، حدیثی از روایتی در این زمینه از رسول الله صلی الله علیه وسلم، البته من سندش رو بررسی نکردم دقیقاً در خاطرم نیست که این روایت 100% صحیح باشه یا اینکه ضعف داشته باشه. رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمایند که بیشترین چیزی که امت مرا از بین میبرد میمیراند بعد از قضا و قدر الله متعال چشم زخم هست. یعنی بیشترین موردی که سبب می شود که انسان بیمار بشود یا بمیرد، این در واقع بعد از قضا و قدر الله متعال، بعد از این اتفاقاتی که می افتاد، یکی نمیدونم به خاطر هر اتفاقی که از بین میراد، بعد از قضا و قدر الله متعال بیشترین موارد این چشم زخم هست که انسان از چشم زخم در واقع میمیره. از دید ما چه بسا که فلانی بیمار شد و در واقع از دنیا رفت، نمیدونم فلانی تصادف کرد، فلانی مغازهش سوخت و فلانی نمیدونم فلان شد، این اشکال ظاهری در واقع اینها هست که بسا در دید ما در واقع باشه و ما تصور بکنیم، اما در واقع بعید نیست که اینها اثر یک حسدی باشه یا چشم زخمی باشه که از جای دیگر به ما یا به مال و فرزندان و موقعیت و جایگاه ما در واقع منتقل شده باشه. و موارد دیگر در این زمینه هست که میخوام که نمیدونم چقدر فرصت داریم این برنامه رو میتونیم مطالب دیگر رو هم 35 دقیقه تا وقت قانونی برنامه فرصت داریم، بقیه‌اش دیگه کرم دوستان هر چقدر ما اضافه کردن میگن که ظاهرا رو هم 35 دقیقه خودتون فعلا حساب کنین تا ببینیم چه میشه. چون که اگر که بخوایم که مورد دیگری رو که زیرنویس کردید خدمت بینندگان عزیز، اگر رسیدیم صحبت آغاز می‌کنیم، نرسیدیم ان شاء الله باز در برای هفته یک نکته‌ای که واقعا انسان باید بهش توجه بکنه در جامعه امروزی، مواردی رو که واقعا از چشم زخم انسان رو حفاظت میکنن، این مواردی هست که من عرض کردم، هم از آیات قرآن هست و هم از احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم و هم از دعاهایی که عملا رسول الله صلی الله علیه وسلم میخوندن بر بچه‌های خودشون. یعنی راههای جلوگیری از چشم زخم و از چشم حسود، این مواردی هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم اینها رو استفاده میکردن. در این که این موارد واقعا کارگر هستند، واقعا عملی هستند، واقعا تأثیر دارند، هیچ گونه شک و شبهه‌ای رو ما نداریم. آیات قرآن ماشاءالله لا قوت الا بالله، یا مبارک گفتن، تبریک گفتن، ماشاءالله گفتن، یا این دعایی رو که از حضرت عبدالله ابن عباس در مورد حسن و حسین من نقل کردم، اینها مواردی هست که صحیح و ثابت هست، هم از قرآن و هم از روایات قطعی و 100% صحیح و صریح رسول الله صلی الله علیه وسلم. من نمیدونم که چرا یک مسلمان باید اون مسیر مشخص رو، اون ابزار دقیق و مسلم رو که من میدونم که این در واقع شمشیری هست برای من، یک نوع حفاظتی هست، اینو رها بکنند و میرن سراغ یک چیزهای دیگری که اصلا هیچ نفعی رو برای اونها ندارن. مثالش دقیقاً مانند این هست که فرض کنید که یک جنگی رخ میده، یک انسان باید بره برای جنگ، خب فرض کن تفنگ و تیر و تفنگ و کمان و همه چیزش هست، ابزار جنگ وجود داره برایش و سپری هست که برایش که مثلا اون بتونه در دست بگیره بره برای جنگ. اینها رو ترک میکنه. فرض کنیم که یک تفنگ پلاستیکی رو از مغازه میگیره که من میرم به جنگ دشمن. خب این مشخصه که این هیچ عنوان کارگر نیست، این یک توهمه
این عقلش این چنین انسانی در حد عقل یک کودک و بچه هست که وقتی که اینو در دستش میگیره فکر میکنه که من یک تفنگ واقعی در دستم هست و در واقع میتونم مبارزه بکنم با این. اسباب و ابزاری که به هیچ عنوان کارآمد نیستند، تأثیرشون به هیچ عنوان ثابت نیست، نه از قرآن و نه از سنت و حتی از نظر عملی و تجربه انسانی هم به صورت کامل و مطمئنا چنین چیزی ثابت نیست. انسان مسلمان از این موارد باید کاملا پرهیز بکنند. مواردی که نمیدونم شما بهتر از من در متن جامعه بودید که چی چیزهایی رو مردم برای جلوگیری از چشم دیگران در واقع استفاده میکنن. مواردی مانند فرض کنیم که اسفند رو، اسفند که بعضی میگن اسپند، بعضی میگن اسفند. بله اسفند یا اسفند هر طور که دود به هر صورتی که چه دود بکنن. من در موارد متعددی دیدم که اینو بر روی ساختمان مثلا آویزان میکنن، در خونه آویزان میکنن، اینو بس تصویر به نخ میکشن و بعد شکل مختلف آویزون میکنن، احساس بر این باورن که این از چشم زخم جلوگیری میکنه. بله جلوگیری میکنن، دود میکنن حتی یا دود میکنن این موارد رو. یا احیانا فرض کن که مهره هست مثلا اینو در خونه آویزان میکنن، یا این که احیانا از اون گردنبند درست میکنن بر گردن خودشون اینو میبندن. یا خیلی شایع است چون یک به هر حال مثل شبیه مهره هست، حالا شبیه سفاله، یعنی بلورهای شبیه سفاله است که یک چشمی روش کشیده شده و این خیلی متاسفانه شایع هست و یک چشمی روش کشیده شده و به هر حال حلقه های آبی رنگ هم توش هست. این رو هم برای این باورن که این مثلا چون چشم داره چشم زخم رو درمان میکنه. حالا اینکه ریشش به کجا برمیگرده و حالا به بحث‌های شیطان پرستی و خرافاتش میشه. یا این که مثلا همین آیه یکاد را به مثلا بنویسن، تابلو بکنن سر در و دیوار، مثلا تو ماشین آویزون میکنن، حتی طلا به گردن آویزون میکنن، روی طلا مثلا بنویسن تو گردن آویزان بکنن. یا این که فرض کن که قرآنای کوچکی رو قطع کوچکی و جیبی رو میذارن مثلا تو ماشین، یا احیانا روی فرمان ماشین مثلا گره میزنن آویزان میکنند توی خونه یا توی ماشین، یا دعاهای دیگری رو مینویسند آویزان میکنند. تمامی این موارد من نمیتونم واقعا هم خبر ندارم که این موارد رو در اینجا برشمارم. تمامی این موارد غیر شرعی هستند و از نظر شرعی چون این چیزی جایز نیست و چه بسا که انسان رو وارد در واقع هیته و در واقع دایره شرک هم بکنه. زیرا در مواردی که چیزی ثابت نیست از قرآن و حدیث و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم و خصوصا همین اسپند رو که خیلی معروف هست هم برای دود کردنش هم برای آویزان کردنش، این منبعش برمیگرده به یک سری روایات بنی اسرائیلی و روایات جعلی و در واقع غیر واقعی. در کتاب‌های شیعه از این موارد خیلی زیاد وجود داره. در زبان عربی بهش هرمل میگن، در زبان قدیمی عربی در بهار الانوار یک بابی هست به عنوان باب الحرمل که درباره همین اسفند هست. یک روایات خیلی عجیب و غریب اومده که اهل سنت و الجماعت این روایات رو آوردن جز روایات موضوع آوردن، روایات جعلی و دروغین آوردن. به طور مثال در اونجا یک روایتی هست که یکی از پیامبران گلایه کرد به الله متعال که امت من خیلی بزدلند، شجاع نیستند، چیکار بکنم؟ گفت بهشون بگو که اسفند بخورند. این مورد بخورند، بله اینو بخورند، نه اینکه دودش بکنن. خب این روایت رو مثلا علامه ابن جوزی رحمت الله علیه در کتاب الموضوعات آورده که این جزء روایات جعلی و ساختگی هست، دروغین هست. یا مثلا روایت دیگری رو در همین بهار الانوار یا در کتاب دیگر هم شاید وجود داشته باشه اهل سنت که بر ضعف این روایات و جعلی بودن این روایات تاکید کردند و تصریح کردند که گفته شده که وقتی که این بوته اسپند در واقع میرویند، الله متعال که فرشته رو موکل میکند که از این حفاظت بکنن، نگهداری بکنند تا اینکه بلند بشه و به دست مشتری برسه به هر صورت. یا روایتی باز هم وجود داره که در جایی که اسپند باشه در اون خونه در واقع شیطان، نه اینکه در اون خونه نمیاد، نه اینکه دودش بکنن، وجود اسپند در یک خونه رو گفتن وقتی که باشه تا 70 خونه اون برتر شیطان وارد نمیشه. تا 70 خونه اون طرفتر شیطان وارد نمیشه. یا این در واقع علاج بیماری 70 بیماری هست، یا فکر کنم بیشتر از 70 گفته بود، 70 و چند بیماری هست و کمترینشون جذامه.
کمترین بیماری جذامه. اگر واقعا این اسفند این همه تاثیر داشت و در نباید جنی به وجود می داشت، نباید کسی سر می گرفت و به جنون می رسید و نباید کسی در واقع دچار این بیماری ها شد. این روایاتی هست جعلی هستند، موضوع هستند و این گمانی که امروزه مردم دارن نسبت به اسفند در واقع نشأت گرفته از چنین روایات جعلی و ساختگی هست که هیچ گونه مستند شرعی در این زمینه وجود نداره. او رسول الله صلی الله علیه و سلم مواردی رو که ما بهش نیاز داریم، ما رو از جنها حفاظت میکنه، ما رو از شر حسود حفاظت میکنه، از چشم دیگران حفاظت میکنه، همین مواردی هست که الله متعال اینو به ما نشان داده. در آیات قرآن صراحتاً اومده، در روایات صحیح و صریح رسول الله صلی الله علیه و سلم صراحتاً اومده. پس بنابراین چه نیازی هست که ما این موارد قطعی را، ابزار 100% و مسلم را که مطمئن هستیم که ان الله کارآمد هستند و تأثیر دارن، اینها رو رها بکنیم، بریم دنبال یک سری خرافاتی و یک سری بدعاتی، یک سری افسانه های، یک سری ابزاری که خودمون مطمئن نیستیم که اونها تأثیر داشته باشه. یا احیانا پیرزال محله مثلا گفته این برای شما خیلی مفید هست، یک زنی گفته این خیلی مفیده. قرآن گفته این موارد مفیدند، رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته این موارد مفید هستند. خود رسول الله صلی الله علیه و سلم برای حسن و حسین که این همه دوستشون داشت میگفت اینها ریحانه های من هستند، گل سرسبد زندگی من هستند. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمود که اینها سرور جوانان بهشت هستند. اونها رو با دعا رقیه میکردند، با دعا درمان میکردند، با دعا اونها رو در واقع حفاظت میکردند از شر انسانها و از شر انسانها و جنها. ما که پیرو رسول الله صلی الله علیه و سلم هستیم، تمام این بدعات و خرافه ها رو باید کنار بگذاریم. اون مواردی رو که قرآن و حدیث برای ما معرفی کرده، اینها رو انشاءالله ما عملی قرار بدیم و مطمئن باشید که حتما جواب هم خواهند گرفت. اما از اسفند و از مهره و از نمیدونم موارد دیگر قطعا هیچ خیری بر نمیاد و این توکل بر غیر الله هست، توکل بر غیر الله است. من عرض کردم که این میتونه که در واقع در دایره شرک هم داخل بشه. به این خاطر که وقتی که یک انسانی معتقد به این باشه که این مورد برای من جلب منفعت میکند و دفع مضرت میکند، وقتی که اسفند رو دود میکنند به خاطر اینکه دفع مضره باشه، ضرر رو دور بکنن، یا به خاطر جلب منفعت باشه، این جزء در واقع اختیارات الله متعال است، جزء باب ربوبیت الله متعال است. یعنی این که صفات خاصی الله متعال است که نافع و ضار فقط و فقط الله متعال هستند. غیر از الله متعال چیزی رو نافع و ضار در واقع ما نداریم. پس بنابراین کسی که معتقد به این باشه که این اسفند در واقع به من نفعی میرساند یا ضرری رو از من دور میکند، چشم مردم رو دور میکند که این باعث سعادت زندگی من میشه، اگر اینو بردارم زندگیم فلج میشه، این در واقع در حد خدای خودش یک همین اعتقادی رو که باید به خدا داشته باشن، توکل بر الله متعال باشه، همین اعتقاد رو به یک اسفند فرض کنیم که به یک مورد دیگر در واقع این باور رو پیدا کرده و به اون معتقد شده و این در حد شرک و کفر است. گرچه انسان نادانسته این رو انجام میده، اونهایی که نادانسته انجام دادن اونها حکمشون یک حکم جداگانه هست اگر تا امروز نمیدونستن. اما موردی رو که انسان دیده و دانسته معتقد به چنین مواردی باشه، قطعا نمیشه تعبیری کرد جز این که این موارد شرک هستند و این افرادی که عمدن دیده و دانسته هم انجام بدن و حکمشون هم که در واقع حداقل این است که بر غیر الله توکل کردند و یک کار شرک‌آمیز رو انجام دادن. اگر نگوییم که مشرک هستن، کار شرک‌آمیز رو حداقل انجام دادن. چون مورد بذارید من یکم راحت‌تر صحبت کنم با بینندگان عزیز. اسفند که اسفند حالا هر اسمی تو منطقه‌های مختلف هر اسمی که براش میذارن، همه میدونیم که چی هست دیگه. از اون بچگی هم دور بر انقدر بوش میپیچید، اینجوری فایده نداره. همین امشب اگر کسی مادرای محترم، مادر بزرگای عزیز، این بیشتر خاله ها، عمه ها، بیشتر ماشاءالله این عزیزان نگرانن برای بچه‌هاشون، بعد همینجوری تا می‌بینیم تقی توقی خورد میرن رو اجاقاز چیکار میکنیم؟ مادر بزرگ دارم اسپند دود میکنم چش نخوری. اینا رو خواهشاً بنازید دور، بریزید تو سطل آشغال. این اسپند رو بعد جوری گوسفند ریخت، نه جوری آدم، و گوسفند هم نمیخوره. والله اگه گوسفند بخوره اینو بوشو که اصلا خفه میکنه آدمو تو خونه. بعضی باز توجیه میکنن، میگن نه ما میخوایم چی کنیم؟ استریلیزه کنیم فضا رو، میخوایم پاکش کنیم فضا رو، میکروب کشی کنیم. انقدر برای میکروب کشتن وسایل امروزی هست، انقدر داروهای ترتمیز هست، یکم ویکس بریزید توی آب بخار بشه، خیلی مفیدتر از این بوی اسپنده که در دیوار کثیف میکنه. اینا رو ترک بکنیم. آویزان کردن آیات کلام الله مجید داخل ماشین که اینجوری مثل
تاب این طرف اون طرف بره به مصحف قرآن کریم و به جای این چیزا اون چیزایی که استاد فرمودن قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس بخونیم، دو سه تا دعا یاد بگیریم برای ما مفیدتر بشه. چون مولانا اونا که پیشگیری بود. و یک موردی رو من اشاره بکنم در مورد دود کردن اسفند. جالب این است که تمام کسانی که جن استحضار میکنند به تعبیر خودشون، یکی از روش‌هاش دود کردن هست. عجیب. یکی از موارد و که دود کردن، دود هر چیزی باشه، دود اسفند باشه، دود موارد دیگری باشه. و احیانا توی این برنامه‌های کارتونکی که زمان قدیم هم بود و الان هم شاید باشه که وقتی که استحضار میکنند یه غولی رو یا جنی رو، یک دودی میاد و از داخل این دود و چراغ جادو میبینیم که نمیدونم جنی افریتی چیزی بیرون بیاد. این در واقع تأثیر داره، واقعیت داره این مورد که یعنی استحضار جن و این موارد دیگر شیاطین در واقع در جایی که کثافت باشه، دود باشه، آلودگی باشه، بیشتر در اونجا ظاهر میشوند و این دود اسفند چه بسا که موجب اذیت و آزار. و در روایتی هم وجود داره که ان الملائکه تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فرشتگان از مواردی که انسان ها از بویش اون بدشون میاد براشون آزار دهنده هست، برای فرشتگان هم آزار دهنده هست. و یکی از مواردی که واقعا آزار دهنده هست همین بوی اسفند و بوهای دیگری که در این زمینه وجود داره. من میترسم از این که این مادر بزرگایی که این کارو میکنن نه تنها که خیری رو به خونه نیاوردن، بلکه شری رو آوردند که سبب بشه که جنها بیشتر بیان در خونه و در این فضا در واقع، چون که اینها خوشایند هست برای جنها بیشتر. پس بنابراین همون گونه که شما اشاره کردید، پس بنابراین باید همین موارد شرعی رو که وجود داره، زحمتی هم نداره، یک دعا در یک خط هست. سوره قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس همه در واقع حفظ هست. سوره حمد رو همه حفظ هستند، ماشاءالله لا قوت الا بالله رو همه حفظ هستند. اینا رو بگیرید، بر اینا عمل بکنید و قطعا من همون گونه که عرض کردم حتما نتیجه ان شاء الله خواهیم گرفت ان شاء الله. جناب مولانا، حالا یک موضوع دیگه که اصل موضوع صحبت ما، شما درباره موارد مهمی از پیشگیری اشاره فرمودید که خودمون ذکر بکنیم، روی فرزندان دور و بریا بخونیم که مبتلا نشیم. حالا احیانا اگر کسی مبتلا شده باشه به چشم زخم، چگونه متوجه بشیم که اولا این آدم، حالا من نوعی احساس میکنم که کسی منو چشم زده، یا پدری مادری فکر میکنن که فرزندشو چشم زدن، چگونه میشه تشخیص داد که این چشم زخمه و راه درمانش چیه؟ چیکار باید کرد برای راه درمانش در چارچوب کتاب سنت؟ در مورد تشخیص چشم زخم یک راهکار مشخصی وجود نداره که دقیق باشه، برعکس سحر و جادو و جن‌زدگی که گفتیم با آیات قرآن قابل تشخیص هست. اگر آیات قرآن رو بر اون کسی که در واقع صحتش تغییر کرده، بیمار شده یا عوارض دیگری رو در آیات قرآن رو میخوندن، نشون میداد که این واقعا عارضه بدتر میشد. این عارضه جن هست یا یک بیماری جن بیتاب میشد. بله، یا اینکه یک بیماری جسمانی هست. اما در مورد چشم زخم چنین چیزی وجود نداره. منتها یعنی در واقع هر نوع بیماری که بدون دلیل باشه، بدون دلیل باشه و یک باره پزشک اونو در واقع قابل تشخیص نباشه، یا از نظر آزمایشاتی که در این زمینه گرفتن کاملا سالم هست، هیچ موردی نیست، خب آیات قرآن رو بخونند. اگر اون عوارض به وجود آمد، خب یک مورد دیگر هست که همون سحر و جن‌زدگی اینها هست. اما اگر اون نبود، امکان داره که مورد در واقع چشم زخم قرار گرفته باشه. و چشم زخم یعنی معمولا بچه‌ای که مثلا تا امروز خیلی سرحال بوده، هیچ گونه مشکلی نداشته، امروز میبینیم که افسرده شده، شکسته شده، به زیاد گریه میکند، یا اینکه بیمار شده، حتی عوارضی به وجود آمده که دکترها جوابگو نیستن در این موارد. احتمال بدیم که این مورد جز مواردی هست که در واقع چشم زده باشن و لازم نیست که مثلا فکر بکنیم که حتما چون که فلان همسایه خونهمون اومده بود یا نه اومده بود، کسی ندیده که چشمش بکند، امکان داره که مورد تعرض قرار گرفته و چشم زخم در واقع بهش خورده باشه. اما این که یک عارضه مشخصی که حتما اون علامت قرار بدیم برای چشم زخم، چون این چیزی وجود نداره و قابل تشخیص نیست. منتها هر نوع تغییر حالتی که بدون دلیل باشه، امکان دارد که جز موارد چشم زخم باشه. و برای اینکه مطمئن باشیم که چشم زخم هست یا نیست، بهتر این است که اون راههای علاج رو تجربه بکنیم تا اینکه در واقع در این تردد باشیم و بدگمانی باشیم. بله. در مورد راههای علاج متعددی وجود داره.
دارد که در احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان شده. یکی از این موارد عملی هست که انجام داده بشه و بقیه موارد 3-4 تا دعای دیگر هستند که اونها رو خدمت بینندگان عزیز من ان شاء الله عرض میکنم که این موارد رو عملی بکنن. حتی همون گونه که عرض کردم، حتی فرزندانی که امروزه مثلا بیمار هستن و خسته شدن مادر و پدر از دکتر بردنشون، حداقل این مورد رو هم تجربه بکنن. اگر که جواب نداد، خب ضرری رو نکردید شما. اگر جواب داد، چه بسا که بیماریش این باشه، چشم زخم شده باشه. یکی از مهمترین مواردش غسل کردن و وضو گرفتن هست. غسل یا وضو هست. در این زمینه روایتی هست در سنن ابو داود که شیخ البانی رحمت الله علیه این روایت رو صحیح قرار داده، از حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها این مورد نقل شده که میگوید که کان یؤمر العائن فیتوضأ ثم یغتسل منه المعین. در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم به عاین دستور داده میشد، یعنی به اون کسی که چشم زده دستور داده میشد که وضو بگیرد و با این آب وضو اون کسی رو که چشم خورده میشستن. اون با این غسل میکرد؟ با این غسل میکرد، بله. یعنی وضوی ساده، یعنی همین وضویی که هست، وضویی که برای نماز میگیرند، اون کسی که آبش دور نمیریزه، دور نمیریزند، بهترین در یک کاسی، در یک تشتی مثلا وضو بگیرند که آب دوباره در داخل همین تشت بریزه، جای دیگری نریزه. الان کیفیتش رو دوباره چطوری برای مریض بریزند این هم ان شاء الله عرض خواهم کرد. خب این یکی از موارد هست که حضرت عایشه میگوید که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم اون کسی که مجنون بوده و یا اینکه مطمئن بوده فلانی نظر کرده و چشم زده، اونو دستور میدادند که وضو بگیرد و با این وضو اون فردی که مورد تعرض قرار گرفته و چشم خورده اونو در واقع غسل میدادند و آبتنیش میدادند در واقع. این یکی از روایات است. و روایت دیگری که در این زمینه هست، روایتی هست که من ابتدا اشاره کردم، روایت حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما که فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده بودند العین حق، که این حق است، ولو کان شیء سابق القدر لسبقته العین. اگر چیزی قرار بود که از تقدیر سبقت و پیشی بگیره، این چشم زخم در واقع سبقت گرفته بود. در ادامهش فرمودن و اذا استغسلتم فاغسلوا. اگر کسی از شما خواست که براش غسل بکنید، غسل بکنید. اگر کسی از شما خواست که وضو بگیرید، براش وضو بگیرید. این روایت صحیح است در صحیح مسلم. خب این دو تا روایت نشون میده که یکی از راههای علاج این است که یک فردی، اون کسی که چشم زده، وضو بگیرد یا اینکه غسل بکند. در دو روایت که هر دو روایت صحیح هستند. اما صورت عملیش هم در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم اتفاق افتاد. صورت عملیش در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم اتفاق افتاد و یک روایت صحیح در این زمینه وجود داره که امام ابن ماجه رحمت الله علیه در کتاب خودش آورده و امام مالک هم این مطلب رو نقل کرده و روایت صحیح است. این روایت رو ابو امامه نقل کرده برای ما. ابو امامه فرزند سهل ابن حنیف هست. ابو امامه فرزند سهل ابن حنیف است. من بی خاطر اینا رو پدر و پسر رو جدا میکنم که این پدر خودش صاحب واقعه هست. پدر خودش صاحب واقعه است. ابو امامه از پدر خودش نقل میکند که ابو امامه پسر سهل ابن حنیف این جریانی رو نقل میکند که یک روزی پدرم در یک جای به نام خرار در مدینه منوره، الان مفسرین در این زمینه محدثین اختلاف دیدگاه دارند که این نام یک جای بوده یا یک آبشاری بوده. خرار به معنی از یک جایی که آبی فرو بریزه، مثل آبشار مانندی باشه. میگه این پدر من رفت که در اونجا غسل بکند، یعنی سهل ابن حنیف رفت که اونجا غسل بکند و آبتنی بکند. اتفاقا عامر ابن ربیعه دید، قبلا روایتش رو خوندم که گفته بود که دعای برکت بکنید برای کسانی که چشمشون میخواید که چشم نخورن. عامر ابن ربیعه در اونجا بود. وقتی که سهل ابن حنیف رفت که اونجا آبتنی بکنه و اون پیراهنش رو در واقع در آورد، این معروف بوده در میان صحابه که پوستش خیلی سفید بوده، خیلی به تعبیر امروزی در واقع زیبا بوده، پوست روشنی رو داشته. تا وقتی که عامر ابن ربیعه یکی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، هر دو تاشون صحابی رسول الله صلی الله علیه و سلم، گفت که ما رأیت کالیوم جلدا ولا جلد مخبعه از عذراء. به خدا قسم تا حالا پوست زنی رو من اینجوری سفید ندیده بودم. همین یک جمله رو تا حالا هیچ انسانی، حتی زنی رو من ندیدم که این اندازه پوستش روشن باشه و سفید باشه. در همون در داخل آب این بنده خدا تب گرفت، زدی با همین جملهش در واقع این در مورد
چشم زخم قرار گرفت. خب اینو برداشتن بردن خونه و این قضیه رو بردن پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم که این سهل ابن حنیف یک مرتبه حالش یعنی بد شد بدون اینکه موردی باشه، بدون اینکه عوارضی باشه و ما احساس بکنیم در معرض بیماری قرار گرفته باشه، یک دفعه اینجور حالش عوض شد. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که هل تتهمون به احدا، آیا یک فردی متهم هست که بهش چشم زخم زده باشه؟ فکر میکنید کسی اینو چشم زده و مورد چشم زخم قرار گرفته؟ گفتند که بله، عامر ابن ربیعه هست، اون روز اونجا بود، این جمله رو هم همچین حرفی رو هم زده. رسول الله صلی الله علیه و سلم ایشون خواستند، عامر ابن ربیعه رو خواستند و بهش گفتند که علام یقتل احدکم اخاه، چرا برادرانتون رو به کشتن میدید؟ علام یقتل احدکم اخاه، چرا برادر خودتون رو به کشتن میدید؟ الا برکته، چرا بهش نگفتی بارک الله؟ ماشاءالله. چرا نگفتی ماشاءالله؟ چرا براش دعای برکت نمی‌کردی؟ یعنی این که اگر دعای برکت می‌کردی خب نمی‌شد. در ادامه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که اغتسل له، بلند بشو براش غسل بکن، براش وضو بگیر. الان این کیفیت وضو در اینجا آمده که حضرت عامر ابن ربیعه رضی الله تعالی عنه بلند شد و وضو گرفت و کیفیتش کاملا در این روایت اومده، در روایت موطا امام مالک و روایت سنن ابن ماجه که ایشون بلند شد و که وضو بگیره. کیفیت وضو گرفتن دو تا کیفیت در اینجا داریم. الان این کسی که چشم زده و میدونیم که این چشم زده، چشم زده و مطمئن است فلانی هست، یا این که من عرض کردم در ابتدای صحبتم حتی مادر و پدری که مطمئن نیستند که چشم زدند، بخاطر اینکه خیالشون مطمئن باشند، بخاطر اینکه مطمئن باشند حداقل این راهکار رو عملی کرده باشند. اگر جواب داد که مطمئنم که در خیلی از موارد این جواب خواهد داد. روش اول این است که همون گونه که در روایت حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها بود، این که وضو بگیره. وضو دقیقاً همین وضوی نماز هست. اینو در یک ظرفی وضو بگیرن، بگونه که آب وقتی که وضو میگیرن آب دوباره در داخل اون ظرف بریزن، دور نریزن و دوباره این آبو میگم که چگونه اینو استفاده بکنن. این یک مورد. موردی که در روایت ابن ماجه اومده و در روایت موطا بن مالک اومده و مورد عملی که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم اتفاق افتاده بود، این که عامر ابن ربیعه صورتش را شست و بعد از آن دسته هایش را شست و بعد از دسته ها 2 تا آرنج خودش را شست و بعد از آن 2 تا رکبه خودش را شست و پاهای خودش را شست و در روایت اومده داخل ازارهی هم در واقع اومده داخلت ازارهی که داخل ازار خودش را، که این تعبیری هست که در واقع جایی که در واقع کمربند رو میبندن، یعنی کمر خودش را، جایی که کمربند رو ازار رو میبندن که کمر انسان هست، این قسمت از بدنش را شست، اینها رو در یک کاسه ریختن و بعد از این اومدن این کاسه را که با این آب بود اینو برداشتن از پشت سر روی سهل ابن حنیف که نشانده بودن، از پشت سر اینو ریختن بر روی سهل ابن حنیف رضی الله تعالی. فوراً در جا این بیماریش از بین رفت، تبش کلا قطع شد و به صورت بلند شد و نشاط سالم شد. و این مفیدترین روش برای درمان و علاج چشم زخم است. جناب مولانا، اینی که شما فرمودید، شما به نقل از روایت میفرمایید از زمان رسول صلی الله علیه و سلم. من یک تجربه عینی خود من دارم، یعنی شخص بنده. یک جایی مشغول صحبت بودیم روز جمعه، بعد خطبه جمعه بود، داشتم صحبت میکردم. بعدش به مجرد این که از بس خطبه نماز تمام شد اومدیم، یعنی حالم بد شد دیگه، افتادم کلا. یک روز، 2 روز، روز سوم یعنی صحیح و سالم بودیم دیگه، داشتیم صحبت میکردیم. یک دوستان اومد، از دوستانی که تو نماز با ما بود اومد و دیدن من خبر شد که فلانی افتاده و بستریه. بعد اومد و گفت چی شده؟ گفتم والا نمیدونم چی شده، یک دفعه تاب کردیم افتادیم. گفت نکنه من تو رو چش زده باشم. گفتم چطور مگه؟ گفت اون روز داشتی صحبت میکردی، من گفتم عجب قشنگ صحبت میکنه، عجب حرفایی میزنه. گفتم خدا تو رو هدایت بکنه، چرا نگفتی حداقل ماشاءالله سبحان الله؟ همین چیزی که در روایت هست رو من ازش خواستم و انجام داد. خدا خیرش بده، شاید الان بیننده هم باشه خودش. و عیناً همین کارو من انجام دادم. جناب مولانا، یعنی باور بفرمایید که در جا من تمام شد، اصلا کلا انگار که بیماری من تمام شده بود. اینو من خودم تجربه کردم، نه که برای کسی دیگه.
واقعا اون چیزی که در روایت اومده و در روایات و احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله اومده یک مورد قطعی هست، زیرا که عملی رو که رسول الله صلی الله علیه و سلم دستور میدن به عنوان یک راهکار، این منبعش وحی الله متعال هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که یک چیزی رو تایید میکنند، بر اون سکوت میکنند، تقریر میکنند یا خودشون در واقع توصیه میکنند، این در واقع همون وحی الله متعال است که قطعا ان شاء الله اگر انسان با یعنی ایمان این کار رو انجام بده نتیجه خواهد گرفت، اگر واقعا این مورد نظر باشه. خب در مورد خود کیفیت این وضو گرفتن رو که حضرت عامر ابن ربیعه چگونه وضو گرفت و غسل کرد، اینو هم در خود روایت به صورت مفصل نیومده که چه کار کرد، اول کدوم عضو شست، بعد از اون کدوم عضو شست و چگونه شستن. منتها اینو در ابن شهاب زهری رحمت الله علیه اینو بیان کرده و امام بیهقی رحمت الله علیه در سنن کبرای خودش این کیفیت رو به صورت مفصل توضیح داده. کیفیت غسل کردن برای فردی که مورد چشم قرار گرفته، میخوای که آب رو روش بریزی، چگونه وضو میگرفتن. ابتدا آب در دهان میکردند، یک ظرفی رو بیارن، من قبلا عرض کردم که در جلوی روشون باشه، توی ظرف وضو بگیرن. ایشون آب در دهان خودشون کردند و دوباره آب رو به تعبیر حدیث مجهو آمده که دوباره آب رو از دهان خودشون انتقال دادن توی دهان خودشون، دوباره مزمزه کردن و دوباره تو خود کاسه ریختن. این مرحله اول. این بینندگان عزیز اینو یادداشت بکنند یا بهش دقت بکنند. اول مزمزه کرد آب رو و دوباره در داخل کاسه این آب رو ریخت، یعنی از دور نریخت، این آب رو مزمزه کرده بود دوباره در اون کاسه ریخت. و مرحله دوم صورتش رو شست، صورت خودش را شست، یعنی در داخل همین کاسه سرش رو برد جلو و از صورتش رو شست که آب دوی کاسه بریزد. این مرحله دوم. بعد از این یه مقداری تفاوت میکنه، با دست چپ خودش آب برداشت از خود همین کاسه، با دست چپ خودش آب برداشت از این کاسه و روخت روی دستش، روی دست راست، یعنی از مچ به بعد. یعنی ابتدا دست راست رو میشویند اما دست راست رو با دست چپ میشویند. آب برداشت و ریخت روی مچ دست راستش و این آب میچکید داخل خود کاسه. بار دوم آب گرفت و این آب برداشت روی دست چپ خودش رو ریخت و این آب میریخت و در داخل کاسه از همون آب. بله. و بعد از این دوباره با دست چپ آب برداشت و این ریخت روی آرنج خودش، روی بازوی کامل نه کامل شستن. این روش کامل نیست، اون حدیث عایشه کامل هست، اما این فقط ریختن آب هست. آب برداشت با دست چپ خودش یک بار، لازم نیست که زیاد بشونه، فقط یک بار آب برمی‌داره با دست چپ روی دست راست میریزه، با دست راست برمی‌داره روی دست چپ میریزه. اول وضو مثل همون دست رو شستن، مثل این نمیماله دست رو به هم، فقط آب رو رویش میریزه. و بعد از اون مرحله دوم با دست چپ آب برمی‌داره روی بازوی راستش میریزه. قبل از صورت نه، صورت اول شسته. صورت اول شسته، بله صورت اول شسته و روی آرنج راستش آب میریزه و دوباره با دست راستش روی آرنج چپش در واقع آب میریزه و بعد از این آب برمیداره با دست چپش روی زانوی راستش میریزه، روی زانو، فقط روی مفاصل. بله، یعنی کاملا نمیشوره، یعنی غسل کامل نیست، روی مفصل میریزه و آب بریزه روی داخل ظرف و بعد از این با دست راست آب برمیداره روی زانوی چپش و در مرحله آخر با دست چپ آب برمیداره میریزه روی پای راستش و با دست راست میریزه روی پای چپ و در آخر آب رو مثلا دستش رو در آب فرو میبره که خیس باشه و اینو به کمر خودش میماله، یعنی دوربر کمر خودش میماله، یعنی دوباره اگر آبی روش بود میچکونه یا اینکه دست رو دوباره روی کاسه میگذاره. این آب رو حضرت عامر ابن ربیعه این گونه وضو گرفتن و این آب رو برداشتن از طرف پشت، این قسمت سر که پشت سر هست، اینو از پشت سرش ریختن روی بدنش و در جایشون شفا حاصل کرد. و اون کسانی که اهل تجربه هستن، شما یک تجربه جدیدی رو به ما گفتین، یعنی حداقل یعنی در ظرف 5 دقیقه جواب میده. در ظرف 5 دقیقه اگر واقعا نظر باشه این مورد حتما کارگر هست و خیلی هم مفید است که متاسفانه امروزه مردم از این مورد کاملا غافل هستن و چه بسا بسیار از مردم این مورد رو اصلا نشنیدند و نمیدونند. شاید اصلا تعجب بکنن از این که اما چون در حدیث صحیح اومده، بینندگان عزیز که استادم ذکر کردن، سندش رو هم موطأ امام مالک هم سنن ابن ماجه با روایت صحیح هم هست و این تعلیم رسول صلی الله علیه و سلم است و جزء طب نبوی هست. و جناب مولانا ما بخاطر که بحث رو جمع بکنیم، پس 2 تا وضو میگیرن، در روایت ام المؤمنین عایشه وضو میگیرن،
هم وضوء عادی خودمون عادی خودمون و این رو میدن باز از پشت به همون شکل بله، ریخته همون میشه شکل. روی بیماری که احساس میشه چشم خورده بله. و حالا کل بدن باید ریخته بشه نه همونقدر آب هر چقدر بود لازم نیست به هر میشه. اندازه بود، لازم نیست که کل بدن رو آب بگیره، بریزن روی بدنش به صورت نشسته باشه یا ایستاده باشه، از پشت سرش بریزن به هر کجای بدنش که رسید. این راه اول ساده تره بله. چون وضو بله. گرفتن عادی، راه دوم باز کمی تفصیلش بیشتر. و جالب این است که یعنی من که نمیدونم این مطلب رو کجا خوندم، 2 نفر دانشجو که با هم بودند، یکیشون اتفاقا یعنی هر دو تا یعنی درس خون بودند کنار هم، یکیشون یک بار عوض میشه وضعیتش و نمیتونه درس بخونه، دل سرد میشه و از نظر جسمانی هم یک مقدار بیمار میشه و خلاص این همیشه با هم بودن و اتفاقا یک روزی میرند یک رستورانی و با هم غذا میخورند، نمیدونه که این چشم خورده از طرف کی چشم خورده، میگه این نشسته بوده که غذا بخوره، اون دوستش زودتر از این بلند شده، غذا خورده بوده رفته که دستای خودش رو بشوره، این وقتی داشته غذا میخورده یک لقمه تو گلوش گیر میکنه، از اون نوشابه‌ای که مال دوستش بوده اونو جلوی دستش بوده اون برمیداره و میخوره، با همین یک در جرعه‌ای که از این نوشابه میخوره الله متعال فورا یعنی شفاش میده، درجا احساس میکنه که کاملا وضعیتش عوض شد. یعنی حتی این نه تنها در شستن و آب ریختن، حتی در این موردی که باقی مانده آبش رو هم بخوره، اینم در واقع جزء مواردی هست که تاثیر میگذاره. من یکی دو تا سوالم دارم در این موضوع. رفیع جان اگر یک چند دقیقه فقط به اون وقت بده که این موضوع رو چشم زخم رو تموم بکنیم ان شاءالله بحث فالگیری باشه برای برنامه بعدی. جناب مولانا حالا این مواردی هست که شما فرمودید ما میدونیم که مثلا کی چشم زده، حالا مواردی که ما ندونیم چیکار باید بکنیم؟ مثلا من نمیدونم، اغلب موارد ما نمیدونیم که کی چشم زده، اما مثالی که برای خودم بود که خود این دوست عزیز اون خودش اومد و گفت من متوجه شدم، ولی خب خیلی موارد ما نمیدونیم، اونها رو چیکار کنیم؟ این قطعا در مواردی هست که انسان مطمئن باشه یا حتی مطمئن هست که مثلا یکی از افراد خونه بوده، یعنی کسی دیگر نیومده، همین افرادی که در اینجا بودن مثلا اینا هستن، یکی از اینا هست، خب همه این کار رو انجام بدن و که انشالله که جواب خواهد داد. اما در مواردی که مطمئن نیستیم، نمیدونیم، راهی هم پیدا نیست که پیدا بکنیم که این کی چشم زده، این روش های در واقع چه تعبیری بکنم که با تخم مرغ شکستن میخوان پیدا بکنند که نمیدونم کی چشم زده، اینا تمامشون خرافات هست و واقعیت نمیدونن، من دقیقاً کیفیتش هم نمیدونم. تخم مرغ میگیرن جناب مولانا، تخم مرغ میگیرن بعضی وقتا توی بعضی مناطق متاسفانه خیلی رواجه، تخم مرغ با زغال سیاه میکنن، دو تا سکه یکی‌ور میذارن یکی‌ور میذارن، بعد اینو فشار میدن، یکی اون طرف نشسته میگه که بهتره که چشم فلانی، اسم میگیرن یکی یکی، بعد این میگه بهتره که، بعد فشار میده، اگه تخم مرغ ترکید دیگه اون متهمه که این چشم زده دیگه، کینه و بغض و دشمنی بر ضد اون شروع میشه. اگه نه ترکید چانس آورده نفر بعدی. خب نه، اگر واقعا افرادی هستند که یعنی مظنون هستند، خب همشون این کار رو انجام بدن، هیچ گونه ضرر و زیانی در واقع همشون وضو بگیرن، امتحان بکنند که از کدوم باشه، منتهی سعی بکنند که بدگمان نباشند، همیشه این بدگمانی که یعنی سبب جنگ و جدال باشه نباید به وجود بیاد و خصوصا که نظر کردن یعنی معنیش صرفا حسادت و دشمنی در واقع نیست، چه بسا که بر اساس یک دید محبت آمیزی در واقع اتفاق افتاده باشه. اما در مواردی که به صورت کلی ما نمیدونیم، اصلا نمیتونیم تشخیص بدیم، حتی گمان هم نمیتونیم بکنیم که چه کسی بوده، راههای دیگری هست در این زمینه، اینو تکرار بکنن، دعاهایی هست از رسول الله صلی الله علیه و سلم و جالب است که این دعاها از طرف جبرئیل به رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع اعمال شده و عملا اینها را بر سر رسول الله صلی الله علیه و سلم خونده. روایتی هست از حضرت ابو سعید رضی الله تعالی عنه که میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم بیمار شدند و جبرئیل بر بالین رسول الله صلی الله علیه و سلم اومد و گفت که اشتکیت، بیمار شدی، درد داری؟ گفت بله. و حضرت جبرئیل علیه السلام این دعا رو خوندن بر رسول الله صلی الله علیه و سلم، بسم الله ارقیک. این دعا رو قبلا هم خدمت بینندگان عزیز من عرض کردم، بسم الله ارقیک والله یشفیک من کل داء یؤذیک و من کل نفس او عین حاسد الله یشفیک بسم الله ارقیک. این جمله رو که در روایت صحیح مسلم اومده، این دعا رو بخونند و دست رو بگذارند بر سر بیمار، اون کسی که چشم شده دست رو بر سرش بگذارند و این دعا رو بخونند، بسم الله ارقیک والله یشفیک من کل داء یؤذیک و من کل نفس او عین حاسد الله یشفیک بسم الله ارقیک. این دعای اول. دعای دیگری هست که بازم از حضرت جبرئیل علیه السلام اون نقل شده که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم خوندند، شبیه به همین دعا هست که در صحیح بخاری و در صحیح مسلم اومده این روایت هم که حضرت جبرئیل علیه السلام این دعا رو خوندن، بسم الله یبریک،
اون بسم الله ارقیک بود، بسم الله یبریک، این الله متعال تو رو شفا بده. بسم الله یبریک من کل داء یشفیک و من شر حاسد اذا حسد و من شر کل ذی عین. در این لفظ عین به صورت صراحت اومده. بسم الله یبریک من کل داء یشفیک و من شر حاسد اذا حسد و من شر کل ذی عین. این دعای دوم هست. بازم دست رو بگذارن روی سر بیمار و این دعا رو بخونند و بر اون بدمند. و دعای سومی که در این زمینه وجود داره که از حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها نقل شده که میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم هر وقتی که از ما مورد تعرض قرار میگرفت به دید زخم چشم یا این که به صورت کلی برای هر بیماری اینا میگفتن، رسول الله صلی الله علیه و سلم با دست راستشون محل درد رو، یعنی کجای اون بیمار درد داشت دستش رو بر اون درد میگذاشتن در محل درد و میگفتند که اللهم رب الناس اذهب البأس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. این که این دعا در صحیح بخاری و صحیح مسلم اومده. این مورد سوم هست که عرض کردم. و دعای چهارمی که باز هم همین میدونن دعای اخلاص هست. قبلا عرض کردم سوره اخلاص، قل والله احد و قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس بهمون کیفیت قبلی، یعنی دست رو بر سر بیمار بگذارن کسی که چشم خورده و این دعاها رو بخونند و بر اون بدمن. ان شاء الله اگر نمیدونند که چه کسی چشم زده این دعاها رو بخونن، ان شاء الله این هم کارگر و مفید واقع خواهد شد. خیلی ممنونم. ما وقتمون به پایان رسید. ان شاء الله بقیه موضوع باشه برای هفته بعد. و عزیزانی که دوست دارن که دعاها رو داشته باشن میتونید با ایمیل بوک که در زیرنویس کانال همیشه در طول هفته هست مکاتبه بکنید. کتاب حصن المسلم که روایت‌ها و احادیث و دعاهای ثابت از رسول صلی الله علیه و سلم هست و من جمله این دعاها همه در خلال اون کتاب موجوده. ان شاء الله برای شما عزیزان ارسال خواهد شد و سعی می‌کنیم در زیرنویس هم در طول هفته برای شما این دعاها رو ان شاء الله بنویسیم. مجاب ما فقط خداحافظی شما رو فرصت داریم. بنده سپاسگزار هستم که شما این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید و امیدوار هستم که الله متعال گره رو از تمام مشکلات تمامی بینندگان عزیز ما انشالله باز بکنند و در دنیا آخرت سرفراز و سربلند باشید. تشکر میکنم از شما از اینکه تا این لحظه برنامه خودتون رو یاری کردید. در پایان از الله متعال خواهیم که تمام گذشتگان ما رو مورد رحمت، بخشش و مغفرت خودش قرار بده و تا برنامه بعد که ان شاء الله باز موضوع فالگیری و بقیه موضوعات رو با شما پیگیری خواهیم کرد. همه شما عزیزان به الله متعال میسپارم. الله یار و نگهدارش.